السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، مخلصان ما و کسانی که به کانال یوتیوبی پیام تیوی ابونه هستید، با لطف کرم پروردگار امروز باز به دیدار هم رسیدیم و شکر این را میکنیم که در دیدار همه هستیم. و همچنین خبر خوش برایتان این است که امروز ما در برنامه امروز مهمان داریم و مهمان امروزه ما رهبر پیمان ملی تاجیکستان استاد محیدین کبیری هستند. تماشابینان عزیز، تقریبا طول زیاده از یک ماه می شود که به ما نامه ها می آید، به ما زنگ میزنند و پیام ها میفرستند که میخواهند با رهبر پیمان ملی تاجیکستان صحبت داشته باشند، سوال جواب داشته باشند. و در این مابین که ما با رهبر پیمان ملی تاجیکستان مصاحبه نداشتیم، چندین گیردارهای سیاسی به میان آمد در داخل تاجیکستان و همچنین در خودی مخالفین در خودی پیمان ملی تاجیکستان و خیلی سوال ها در تماشابینان ما، در کسانی که به کانال پیام تیوی ابونه هستند، خیلی سوال ها به میان اومد. به رقم واتساپ های ما خیلی ها نوشتند و خواهش کردند که یک مصاحبه با رهبر پیمان ملی تاجیکستان آقای محیدین کبیری داشته باشیم و همچنین به مردم، به تماشابینان فرصت دهیم آنها نیز سوال داده باشند و یگان ملاحظه های خود را داشته باشند اگر جوابش را بگیرند. و امروز این شانس برای ما هست و امروز ما این امکانیت رو داریم. هم من چند سوال دارم و میخواهم من هم به چند سوال های خودم جواب بگیرم و اینچنین به شما فرصت بیشتر میدهیم که شما به سوال های خود جواب بگیرید. تماشابینان عزیز، پیش از آن که من مهمان برنامه را اینجا وارد کنم، از یکی که شما خواهش میکنم که وقتی صحبت، وقتی مطرح کردنی سوالتون یا ملاحظه‌تون، خواهش میکنم از یکی که شما که احترامی یکدیگر را باید نگاه داریم و سوال را با احترام جانب ها مطرح کنیم و در وقت برآمد کردن سوال دادن از تحقیر، از حقارت، از حرف هایی که از آداب و اخلاق بیرون هستند با آنها ره ندهیم. و کسانی که میخوان این گونه سوال مطرح کنند با تحقیر، با بی‌ادبی، حتما از استودیو بیرون کرده میشوند یا که زنگشان قطع کرده میشود و آنها بلوک میشوند و دیگه اجازه سوال دادن پیدا نمیکنند. برای همین تماشابینان عزیز، کوشش کنید همون سوالی که دارید بدهید بدون تحقیر، بدون حقارت، بدون استفاده حرفای بی‌ادبانه. هرچی سوال میدهید قبول است، بگذار در چهارچوبه آداب و اخلاق باشد. و تماشابینان عزیز، اینجا در چت یوتیوب لینکی وارد شدن به استودیو هم گذاشته شده است و همچنین مدیراتوران رقمی واتساپی ما را در اینجا گذاشته ایستادند و همچنین رقم واتساپ در پایین نوار آورده می شود. شما می توانید به رقم واتساپ زنگ زنید و می توانید توسط لینک وارد استودیو شوید. کسانی که توسط واتساپ زنگ میزنید، وقتی که زنگ از واتساپ رفته ایستاده است و یک نفر گپ زده ایستاده است، شما حتما منتظر باشید و وقتی که رقم واتساپ بند است شما نمیتوانید با ما تماس بگیرید، اون رو پاییده ایستید. وقتی که رقم واتساپی گپش رو تمام کرد شما زنگ بزنید، اما دیدید که در استودیو گپ رفته ایستاده است، سوال جواب رفته ایستاده است، من شما رو رقم شما رو بالا میکنم، یعنی میپردارم، یعنی زنگ شما رو قبول میکنم. شما در حالت قبول کردگی زنگ می ایستید،
اما تا تمام شدن صحبت و نوبتتون آمدن شما گپتان به اکران به افیر نمی رود. برای همین زور نزنید. زنگ زدید، زنگتان رو من قبول کردم، آرام بیستید. من میگویم که نفر زنگ زدگی به واتساپ گپ زنید، بعد شما گپ میزنید. حالی من برابر اعلان چی الکی 1 ساعت پیش زنگ زدن ها سر شدگی است. اخیرش من اعلان کردم که دوستان تا سر شدن برنامه از واتساپ زنگ قبول کردن نمی شود. حالا برنامه سر شده است دوستان عزیز و بعد از اون که سوال و جواب رو ما آغاز میکنیم شما میتونید توسط واتساپ زنگ زنید. اما همین که در استودیو گپ رفته ایستاده است شما آرام می ایستید و اعلان میکنیم که نوبت نفری از واتساپ زنگ زدگی آمده است و شما گپ رو سر میکنید و همینطور ما گفتگو رو صحبت رو گرفته میبریم و کسانی که میخواهید از اولین ها شده سوال خود رو بدهید مرحمت وارد استودیو شوید. الکی در استودیو یک چند نفر حضور دارند و جای گیرید تا اینکه بسیار منتظر نشوید. تماشابینان عزیز، حالا مهمان برنامه امروزه ما، مهمان برنامه گفتگو استاد محی الدین وارد استودیو شدن. من ایشان رو برنامه خوش آمدید میگویم. استاد عزیز و برنامه گفتگو که امروزه گفتگوی ما با شما و با مردم است. سلام علیکم شوکت جان و درود و رحمت پروردگار با شما و بینندگان شما و همکارانتون در استودیو. بفرمایید، در خدمت هستیم ان شاء الله. سلامت باشید. من از فرصت استفاده برده از سوال‌های اولین را خودم دادنی هستم استاد. حالا همین چند گیرودارهایی که در این یک ماه دو ماه اخیر به میان آمد در بین مخالفین و عموما در همین دایره سیاسی، من میگفتم که همین فشارها یعنی روانی را شما چگونه پشت سر میکنید؟ با این حالتها با این گیرودارها چگونه مبارزه میبرید؟ خب ببینید شوکت جان، این بار اول نیست و این گونه فشارها، حالا اگر اینها را فشار نامیدن هم ممکن باشد، این گونه حالتها حادثه ها بار اول نیست و یک سیاستمدار بخصوص در شرایط مثل شرایط تاجیکستان در داخل هم همین وضعیت بود، حالا هم همین وضعیت است و عادت کردیم دیگر با همون روش معمولی. من فکر میکنم که در داخل کشور فشارها بیشتر بودن. در داخل حالا شما اگر این فشار باشد گفته گپ سر کردید در اینجا با ما روان کردگی هستند، همین را به این فشارها چگونه تاب میارند؟ استاد محی الدین کبیر گفته سوال دادن، البته این را شما فشار قبل ندارید. چون من این رو وقتی یک آدم در سیاست، اونم در شرایط تاجیکستان وارد سیاست می شود، باید آماده چنین فشارها باشد، آماده چنین حالتها باشد. اگر او فکر کرده باشد که فعالیت اپوزیسیونی در تاجیکستان و اون هم رهبر یکی از گروه های اپوزیسیونی در تاجیکستان بودن، این سیر گل و لاله هست و گلچینی هست و طربخانه هست و اینا هست، خطا کرده است. یعنی وقتی انسان وارد چنین میدان می شود باید پیشکی خود را آماده بسازد که در اینجا کشتن هست، در اینجا زدن هست، در اینجا تحقیر هست، در اینجا فشارهای روانی هست، فشار بالای خانواده هست، مصادره مال و ملک هست، از دست دادن وطن و تمام نوع مشکلات وجود دارد. و اگر انسان خود را به این گونه فشارها آماده کرده باشد از قبل، یک گونه جوشن پسیخولوژی اگر داشته باشد، دیگر تحمل این گونه فشارها آسانتر می شود. من نمیگویم که اصلا با ما این گونه فشارها و این تهدیدها تأثیر نمیرساند، نه، این خیلی هم نیست. ما هم انسان هستیم و تمام اون ویژگی‌هایی که یک انسان دارد در ما هم هست. در ما خرسندی هم هست، غم هم هست، ترس هم هست، حالا شادی هم هست، همه چی هست.
حالا سوال نوبتی هم از همین یک نفر اومده است، هر دوش از یک نفر است. گفته شده است که همون فکر شما، گفته های شما، آیا برای شما و عائلتون در این سالهای اخیر همچون سیاستمدار زندگی در خارج کشور مشکل نبود؟ من نمیخوام در این موضوع بخصوص درباره خانواده و عائله‌ام و بجای آنها صحبت کنم، ولی چون سوال داده است این دوست ما، برای احترام ایشان این را بگم که من فکر میکنم که از همه بیشتر برای خانواده هم دشوار است، از من دیده، چون من عادت کردم و این انتخابی من است. اگرچه خانواده کاملا و پورا از من پشتیبانی میکنن، در پهلویم بودن هستند و من خدا را شکر میگم و منتدارم از خانواده هم، از تنها از عائله خودم نه، از برادرانم، خواهرانم، از همه خویشتبار که در این شب و روزها در این واقعا یک حالتهای بسیار هم دشوار پشتیبانی کردن، در پهلوی من بودن. چون که وقتی که شما در قدرت هستید، منصب دارید، حالت خوب است و در اطراف شما خویش و توار و یار و دوستا جمع میشوند، این یگان قهرمانی نمیخواهد، برعکس این طمعکاری است، این طبیعی هم هست. وقتی که من در دوشنبه در تاجیکستان بودم، عضو کمیسیون آشتی ملی، دپوتات، رئیس حزب، خیلی از خویش و تبارها می آمدن، حتی کسانی هم که من نمیشناختم اظهار میکردن که با ما با چند نسل گذشته خویش و تبار هستند. اما وقتی که شما دچار یک مشکلی میشوید و شما را دشمن خلق اعلان میکنن، تمام مالکیت شما را میگیرن و کمترین ارتباط با شما به سر آنها دشواری میارد، در پهلوی شما تنها انسانهای خیلی نزدیک، استوار و صمیمی میستند که الحمدلله من احساس کردم که در خانواده ما، اهل عائله، برادران، خواهران، همه خویش تبار از این امتحان انسانی گذاشتن. اما ببینید چرا من میگم برای آنها دشوار است؟ چون من این انتخابی ما است، اگرچه اونها هم میدونن که در پهلوی من ایستادن و کاری ما برای عدالت و حقیقت است، اما مثلا یک کودکی، یک فرزند من که به بلاغت نرسیده است و الکی او را شامل لیست تروریستی کردن. واقعا فرزندان من و جیانای من، حتی چند نفر جیانم که در همین اروپا زندگی میکنن و به بلاغت نرسیدن، شامل همه گونه روی خطا هستند در روی خطای گوناگون تروریستی. برای آنها تحمل این گونه وضعیت خیلی دشوار است، برای آنکه اونا نمیفهمند که خب عمکشون یک انسانی به بلاغت رسیده و این راه رو انتخاب کرده است، خودش در پیش قانون، در پیش فعالیت‌های خودش، انتخاب خودش جواب میگه. اما یک کودکی که هنوز به بلاغت نرسیده است، نمیدونه که عمکش چیکار کرده ایستاده است، فرزند من حتی آگاه نیست که پدرش چیکار کرده ایستاده است، چرا او باید عذاب بکشد؟ من که عذاب بکشم میدونم برای چی عذاب بکشم، اما وقتی که فرزند نابالغ من، جیان نابالغ من عذاب میکشد، تحقیر میشنود، خیلی خیلی دشوار است و اینم جوانمردی میخواهد، استواری میخواهد و واقعا این را کسی میفهمد که خودش درک کرده است. اما بازم خدا را شکر میگیم و قناعت ما این است که این انتخاب خودمون هست. مبارزه برای ملت، برای عدالت قربانی میخواهد، از خود گذشتن میخواهد و ما نه اولین کسی هستیم که دچار چنین حالت شدیم و میترسم که آخرین هم نباشیم و تاریخ ملت ما، تاریخ بشریت از این گونه حالت ها خیلی زیاد است. بخصوص باز در تاجیکستان ما که در عصر 21 زندگی داریم، اما مثل عصرهای میانه جزادهی قبیله‌ای و عائلوی هست. اگر یک نفر در تاجیکستان به قدرت، به منصب برسد، مثل که امام علی رحمان به قدرت رسید، به منصب رسید، تمام عائله‌اش از آن بهره می‌بردارد. تمام عائله در منصب شریکند، در دزدی‌ها شریکند، صاحب میلیاردها شدند و برعکس اگر یک نفر مورد خشم حکومتداران قرار بگیرد و در چشم حکومتداران بد باشد، تمام عائله و خانواده و خویش و تبار از اون ضرر می‌بینند. این یک فرهنگ سیاسی عصر میانگی هست، در زمان فئودالی هست.
خب تاجیکستان هم دیگر اگرچه به نام یک جمهوری دنیوی دموکراتی است ولی عملا یک دولت یا یک حکومت عصر میانگی خانوادگی در آن حکمران است که دیگر طبیعی است که فشار بالای ما زیاد خواهد بود، اما خدا را شکر که خودمون و خانواده از این امتحان داره میگذاریم. تشکر زیاد. استاد در یک سخنرانیتون که با زبان روسی بود در یک مصاحبهتون با یکی از رسانه‌های روسی شما گفتید که اگر غرب نتوانست با پول‌های هنگفت با گرانت‌های هنگفت روند دموکراتیک کنونی جامعه را در تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی پیش برد و نتوانست پیش برد، این را طالبان بی پول به راه میماند. میگوید که همین گپ شما را نفهمیدم، چه خیلی طالبان با پول هنگفت غرب نتوانسته است، طالبان بی پول در تاجیکستان آسیای مرکزی بی پول دموکراتی می آورده است. اونجا گفته گیرد که آنها خودشون نمیخواهند لیکن همین وجود طالبان در آسیای مرکزی دموکراتی میبرد. یعنی چی؟ بله، من این صحبت را اگر خطا نکنم سال 2012 در مرکز کرنگی کرده بودم و در اون سال 12 سال پیش کسی باور نداشت که طالبان باز به قدرت میاد. وقتی که من در اون صحبت هم گفتم که دیر یا زود طالب از سر نو به قدرت خواهد رسید، هم در همون تالاری صحبت بعضیا خندیدن و بعدی که برگشتم به تاجیکستان بعد همون سخنرانی خیلی ها مقاله ها نوشتن و تنقید کردن که کبیری آرزوی بازگشت طالبان را به حاکمیت دارد، پیش بینی کرده ایستاده است. این هیچ ربطی به آرزو و خواهش ما ندارد. برای این را فهمیدن کمتر وضعیت همون وقته و آینده افغانستان را تحلیل کرده توانستن در کار بود، چون که معلوم بود که کار به همین سمت رفته ایستاده است و امروز طالب به سر قدرت دوباره برگشت. چرا من گفتم که کاری را که امریکا غرب با میلیاردها دلار نتوانست در آسیای مرکزی انجام بدهد، یعنی روند دموکراتیک کنونی را رشد بدهد، حکومت‌های محلی را مجبور کند که خواسته یا نخواسته بعضی اصلاحات ها را انجام بدهند، به خاطر آن بود که اگر طالب به سر قدرت بیاید یک نمود سیمپاتیا با طالب در این منطقه در کشورهای آسیای مرکزی زیاد خواهد شد و گرایش به سمت افکار طالبانی بیشتر خواهد شد و حکومتداران فقط برای آنکه پیش راه رادیکالیزاسیون را بگیرند، پیش راه افراطی شوی جامعه را بگیرند، مجبور میشوند که دست به بعضی اصلاحات بزنند. البته اگر حکومت‌های عاقل باشند. من این تحلیل را برای آن میکنم و میکردم در گذشته که هنوزم امیدم پورا از دست نرفته است که در آسیای مرکزی حکومت‌های عقلانی وجود دارند و برای مثال وقتی قزاقستان یا ازبکستان تا جای دست به اصلاحات زدن، این به معنی آن بود که یک کمی پیام بفرستن به جامعه و جهان که ما دشمن اسلام نیستیم و یک جوان ازبک برای مثال که الان بعد از آمدن میرزیایف خیلی وضعیت تغییر کرد و میرزیایف با این اصلاحاتش چی میخواست؟ میخواست بگوید که من پرزیدنت یک کشور مسلمان نشین هستم، هیچ دشمنی با اسلام ندارم، ارزش‌های دینی آزاد هست، زندانی‌های سیاسی را عفو کرد، سبکی‌های زیاد به تاجران داد و تا کیف هم در قزاقستان همین خیال و این یک پیامی بود به جامعه که شما شرط نیست که دست به اندیشه‌های افراطی بزنید، هنوز راه‌های دیگر وجود دارد، هنوز شما میتوانید با استفاده از این اصلاحات، با استفاده از قانون، با استفاده از انتخابات در داخل کشور بدون کدام خشونت و دست دادن به سلاح به هدفهای خود برسید. و این من همین رو منظورم همین بود که وقتی که یک خطر در منطقه وجود دارد و احتمال آن هست که جوانان گرایش پیدا کنند به عقیده‌های تند دینی، حکومت‌ها مجبور میشوند دست به اصلاحات بزنند و باز تکرار میکنم که این در جای عملی میشود که حکومت‌ها منطقی فکر میکنند. اما در تاجیکستان ما دیده ایستادیم که برعکس. البته این تحلیل من، این پیشگویی من به
تاجیکستان ربط ندارد، زیرا در تاجیکستان یک حکومت عقل و منطق نیست و دیده ایستادیم که حتی با وجود آن که طالبان به قدرت رسیدند و تجربه طالبان میتواند یک الگو برای خیلی از تاجیکستانی ها باشد و اون هم دلیل دارند که در تاجیکستان دیگر نه دموکراسی است، نه حقوق بشر است، نه انتخابات آزاد است، نه آزادی مذهب و آزادی سیاسی هست. پس یگانه راه میماند روش طالبان. حتی با وجود همین تهدید هم حکومت تاجیکستان دست از فشار بر نمیبردارد و من فکر میکنم که این تحلیل من، پیشگویی من قسما در آسیای مرکزی عملی شد. یعنی هم طالبان با قدرت رسید و هم در برخی از کشورهای آسیای مرکزی روند اصلاحات کم هم باشد شروع شد، اما مثل که امامعلی رحمان کار رو به همون مرحله آخر رساندنی هست که مردم مجبور میشوند که دیگر از نبودن دیگر الटरनेटिव دست به یگان اقدام جدی بزنند. بسیار خوب استاد، باز به یک همین پیش بینیتون ربط داره سوال نوبتی. شما در انتخابات سال 2015 یادتون باشد در معرکه انتخابات سال 2015 وقتی که یک نظرسنجی در یک جمع حزبی شده گذشته بود، در اونجا گفته بودن که سوال همین طور بود، به نظرم یادم نیست، لیکن سوال همین خیلی مطرح شده بود که از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چند نفر وکیل پارلمان می شود و یک نفر گفت 10 نفر، یک نفر گفت 8 نفر، یک نفر گفت 5 نفر، 4 نفر و همگی در همون آواز دادگان، رای دادگان 2 نفر بودند که گفتند از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگان نفر وکیل پارلمان نمی شود در انتخابات سال 2015 و اون از 2 نفر 1 نفر شما بودید. شما از کجا فهمیدید که از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در معرکه انتخاباتی سال 2015 یگان نفر وکیل نمی شود و باز این عاقبتش چه شده گذشت؟ این پیش بینی از کجاست؟ من پیشتر به سوال اول شما گفتم که برای بعضی مسائل ها را پیش بینی کردن، مثلا یگان فالبین بودن شرط نیست، علامه بودن شرط نیست، دانشمند کلام بودن شرط نیست. فقط کافی است که شما واقعیت ها را به نظر بگیرید، شما تحلیلی درست از رقیب، از فضا، از عملکردهای مقامات و کشورها و روندهای کلی سیاسی در کشور اگر آگاه باشد، میتوانید اگر 100% هم نباشد بعضی آینده ها را پیش بینی کنید. و همین مسئله که سوالی که شما دادید واقعا، چون من خودم هم وکیل پارلمان بودم اون وقت، هم رئیس حزب و ارتباط زیاد با مقامات داشتم و از همه مهمش همون تجربه و ملکه سیاست شناسی که بالاخره من کار علمی هم، کار نامزدی هم در سیاست شناسی بود و تمام این عامل ها و روند ها رو وقتی که تحلیل می‌کردم به این نتیجه رسیدم که حکومت جمهوری تاجیکستان دیگر قصد ندارد که در پارلمان یگان حزب یا دپوتات اپوزیسیونی رو راه بدهد و این رو در صحبت‌هایم در حزب میگفتم، در تحلیل‌هایم میگفتم، اگرچه با سوال کارمندان ستاد به طور آشکار نمیگفتم که حتی اینکه راه افتاده نشوند، اما با اعضای شورای سیاسی نهضت، با اعضای ریاست و دیگر مسئولین همیشه این موضوع رو مطرح میکردیم و من نظرم رو میگفتم. همونطوری که ببینید بعد از انتخابات هم ماهای اوگوست وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت عدلیه التیماتوم با ما که تا 5 سپتامبر حزب را خودمون بسته اعلان کنیم و بعد حادثه های حاج حلیم 4 سپتامبر من با تمام اعضای ریاست اول خواهش کردم، بعد روزهای آخر دستور دادم که تاجیکستان را ترک کنند، همه‌اش را، معاونین، اعضایان ریاست، با فرزندانم، با خویش و تبارم و عجیب این که نه اعضای خانواده، حتی همین پسرم روح الله و خواهرم بیبی سارا روزی آخر همگی چند ساعت پیش از حبس شدن تاجیکستان را ترک کردند و خیلی ها باور نمیکردند و میگفتند که من از خارج یک کمتر مبالغه میکنم، وضعیت در داخل دیگر است. فقط بعد در ساعتهای آخر درک کردم که نه، وضعیت همون طوری است که ما گفته ایستاده پیش بینی میکردیم
تلاش کردند که تاجیکستان را ترک کنند. برخی ها را از فرودگاه، برخی ها را از مرز، برخی ها را در خانه هایشان هنگامی تیار شدن برای سفر گرفتند و در همون حالت ها هم چه در حالت ماه سپتامبر و چه در انتخابات من با نظرداشت همون واقعیت ها، عامل ها و عملکردهای حکومت تحلیل میکردم که قدمی بعدشون چی خواهد بود و متاسفانه این پیش بینی ها نمیگم همش ولی اکثرا درست میبرآمدن و باز تکرار میکنن که برای این فقط کافی بود که وضعیت را تحلیل کنیم با اون داده هایی که علم سیاست شناسی، تجربه سیاسی و فهم وضعیت به یک انسان امکان میدهد. تشکر زیاد. یک زنگ از واتساپ آمد، حالا گوش میکنیم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. شوکت جان. هست، صدایتان هست، بفرمایید. سلام خود را برای اکوی محیدین کبیری میرسونم. یکم محضیق میشیم که ما صاحبیم با همه اکوی محیدین کبیری شرفیدین گدویف شما را که شوکت جان گروهی 24 اکای محمد اقبال با میبینیم با دل ما قوت میگیرم. من همه یک سوال دارم اکو دکی همه میتونی فهمی که همین پول سویتی که در افغانستان و در ازبکستان میفروشه همین پول کجا میشه؟ امکانیتش هسته؟ بسیاری من چند بار فهمیدم که همین پول راست شوتای امامانی رحمان در میره، اینی شوتی زنش در میرفته، شوتای فرزندش در میرفته یا خودش در میرفته. امکانیتش هسته همین از سنجه اگر همین پول سویت راست به شوتای هموار و خارجه همین در آن ایلی من نمیدونم در کجا سود داتی سودش کنه که همین سویتی ملت فروخته سای ملت مرده سای ما همین قدر کذاتو داریم که بودکو مردگی هم این یکم دویم سال نیست این 32 سال شد. سوالی من همین داره. سلامت باشید خواهر عزیز. ببینید برای آن که فهمیده توانیم که همین پول برقی که تاجیکستان در اوج زمستان برق کشور را خاموش میکند و طفلان از خنکی از بی‌برقی میمیرند، کلانسالان عذاب میکشند، مردم تاجیک در بی‌برقی در اذیت میماند ولی او برق را به افغانستان و به پاکستان میفروشد. برای آن فهمیدن که همین پول کجا میشود در اینجا یگان سخم دشوار را پیدا کردن، جستجو کردن در کار نیست. من حالا اینا گفته ایستادم به طور رسمی که همین پول فروش برق تاجیکان به خارج در صورت حساب‌های شخصی خانواده رحمان در خارج در آفشور در منطقه‌های آزاد اقتصادی در صورت حساب‌های شخصی می رود، به جیب خانواده می رود. یک راهی سنجیدن همین هست. حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص وزارت انرژتیکا، اگنتی ضد کروپسیونی، دستگاه رئیس جمهور، پروکراتور جنرالی، وزارت داخله، کمیته دولتی امنیت ملی، هر کدام اینا صلاحیت دارند می توانند همین سخنهای ما رو رد کنند، بیارن صورت حساب، رقم صورت حساب، کویتانسیای پرداخت، آمار رسمی پرداخت پول برق از طرف طالبان به بودجه تاجیکستان رو نشان بدهند و ما نشان بدهند که انا این رقم حساب، انا این مبلغ وارد شده از شرکت خالدینگی افغانستان برای خریدن برق به صورت حساب برق تاجیک یا به صورت حساب اپارات پرزیدنت یا به صورت حساب وزارت مالیه تاجیکستان یا به هر کسی که پرداخت کرده باشند، همین قدر مثلا 72 میلیون دلار در همین سال فقط به فروش برق به خارج تاجیکستان برق فروخته است درآمد گرفتیم. همون صورت حساب رو نشان بدهند، مبلغ رو نشان بدهند که کی وارد شد به بودجه تاجیکستان وارد شد یا نه. اگر همین رو نشان بدهند، اثبات کنند که همین پول وارد شده است، مستقیما یگان پول دیگر نه، مستقیما
از فروش برق از حساب شرکت برق افغانستان به تاجیکستان. معلوم میشود که این تخمین ما غلط بوده است. حکومت تاجیکستان برق را فروخته است و این پول به بودجه ملت وارد شده است. تا اون روز که این کار را نکنن، پس همون معلوماتی که در اختیار ما هست که این پول مستقیما به صورت حساب‌های شخصی خانواده به خارج کشور می رود، پس این راست می براید. یعنی از این راه آسانتر من به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردن نمیتوانم که همین دعواهای مرا انکار کند، دروغ براید، مگر باز از این مشاوری بهتر پیدا میکند حکومت تاجیکستان. بنابراین همین ما در این شک نداریم. وقتی که ببینید اگر امام رحمان همین کار را نکند، یعنی پول برق رو به صورت حساب شخصیش روان نکند، پس برای او فرقش چی که پول برق رو ملت تاجیک میدهد یا که ملت افغان؟ اون برق رو که در داخل کشور میفروشد از حساب همون مردم کیتانس میگیرن میبرن در بانک میسپارن پول برق رو. این پول رو دزدیدن خیلی دشوار است، البته میدزدن ولی با یک دشواری. اما اون برای چی در افغانستان میفروشد؟ برای اون که دیگر از کنترل ملت، از کنترل وزارت مالیه، از کنترل اگنتی ضد کروپسیونی آزاد است. ببینید که همون وزیر مالیه رو خودشون تعیین میکنن، از خانواده است. اگنتی ضد مونوپولی از خودشون است. اگنتی مبارزه ضد کروپسیون از خودشون است. پروکورور که تماما یک خدای خودش، وزیر داخله و وزیر امنیت که اینا مثل همون سگ دربان فقط مالکیت خانواده رو پاسبانی کرده ایستادن. با وجود آنکه تمام این وزارت‌های قدرتی از خودشان هست، باز هم میترسند که همین معلومات به یک شکل به بیرون میرود، دزدیشون آشکار میشود. بنابر همین برق رو به ملت تاجیک نه به خارج به افغانستان میفروشند تا اینکه به درد سر پول در صورت حساب برود. سوال قسمت دومی سوال شما که آیا ما میتوانیم اینها رو در خارج به دادگاه بکشیم؟ متاسفانه نه، برای که چنین قانون وجود ندارد. تنها در یک حالت می شود که مردم وقتی که حکومت رو عوض کرد، همون طوری که در ازبکستان کردن، همون طوری که خانواده کریم رو برای دزدیاش حتی دخترش رو زندانی کردن، همون طوری که در بسیاری نقطه‌های جهان علیه خانواده‌های حاکمان دزد شد، بعد از آن که حاکمیت عوض شد ما می توانیم به دادگاه مراجعت کنیم از نام حکومت نو، چون نمیتواند حکومت رحمانوف خودش را در خارج به دادگاه بکشد و از نام حکومت نو تمام این مبلغ ها از صورت حساب‌های شخصی خانواده به بودجه ملت وارد کرده می شود. من باور دارم که نه کمتر از 20 میلیارد دلار در صورت حساب‌های شخصی خانواده رحمان در خارج وجود دارد. تصور کنید که 20 میلیارد دلار برای تاجیکستان تقریباً 8-9 ساله بودجه دولتی، یعنی همین قدر مبلغ در یک سال بودجه دولتی تاجیکستان 10 برابر زیاد می شود. 10 برابر زیاد شدن بودجه دولتی تاجیکستان یعنی چی؟ 10 برابر زیاد شدن معاش، 10 برابر زیاد شدن نفقه، استیپندیا، 10 برابر زیاد شدن ساختمان راه، ساختمان منزل، ساختمان مکتب، بیمارستان و غیره ها کذا. من فکر میکنم که این امکان دارد. البته این به معنی آن است که عموما نمیشود رحمانوف رو یا جنایتکاران حکومت رو در خارج به دادگاه‌های بین المللی کشید. این راه‌ها وجود دارد، البته نه برای دزدی بلکه برای جنایت‌ها علیه بشریت. و حالا من نمیخواهم در این مسئله از این بیشتر بگم. انشالله روز فرار رسید که این حالت پیش آمد، خود ملت تاجیک از این آگاه خواهد شد. سلامت باشید دوستان گرامی. حالا یک زنگ دیگر از واتساپ بعد به نفرانی که در استودیو هستند با آنها نوبت میدیم. نفری که از واتساپ زنگ زدید بفرمایید. سلام علیکم، درود به استاد مهدی کبیری. همینجا من یک سوال میدادم به استاد، اگر ممکن باشه. ممکن سوال چی نیست، یک استاد پرسان میشیدم امیرم من. بفرمایید. در همین دوام چند ساله که مثال بیرون از وطن، از استاد در همین وطن و زندگی دارد، در غریبی بگیم مهاجر است، در مهاجرت زندگی دارد، از یگان فوندهای از یگان
همین چیزهای کمک رسان به همین حزب نهضت کمک رسیدگی که رسیدگی نیست. من همین تصورش میدادم. برادری عزیز سلامت باشید. برای سوالتون اصلا یکون کس همچون یک حزبی که به در تاجیکستان حزبی یکم میستاد، در یکم جا میستاد، اصلا یکم کمکش رسیدگی هست از یکم دولت اسلامی، دولت اروپایی است برای فعالیت حزب. تشکر. برادر عزیز سلامت باشه. برای سوالتون می توانید باور کنید، می توانید باور نکنید، تا امروز از هیچ نفر، از هیچ سازمان، از هیچ کشور بیرون از خود اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به ما یک تین هم، یک سامانی هم، یک دلار هم کمک نشده است و نخواهد شد. و من این را صادقانه میگم، خالصانه میگم، خواه باور کنید خواه نه. تمام اون خراجات ها و اون امکانیت های خاکسارانه که در اختیار ما هست برای مبارزه، برای همین صحبت ها را کردن که کارمندان تکنیکی معاش بگیرن، یگان تکنیکا بگیرن، استودیا داشته باشن، یا برای بعضی فعالیت های دیگر، همه این از حساب انامون کمک های بسیار هم خالصانه اعضایان حزب می شود. حتی ما بیرون از اعضایان حزب و بیرون از اعضایان پیمان هم دعوت نکردیم تا امروز که با ما کمک مالی کنن. انشالله اگر ضرور باشد، بسیار ضرورت سخت باشد، ما این دعوت را خواهیم کرد و دعوت کردن از مردم برای کمک هیچ عیب ندارد. کمک کردن شما هم هیچ عیب ندارد، بخصوص کسانی که در خارج هستید. اما تا امروز چنین کمکی را ما دریافت نکردیم. همه چیزی که درباره ما میگویند این همه تهمت است، دروغ است و اگر که میکردن نشانه‌هایش رو شما میدیدید، این معلوم میبود. اما همین که ما با یک امکانیت‌های بسیار محدود خاکسارانه فعالیت خود را ادامه داده ایستادیم، این بیشتر در همون مبنای فعالیت‌های صمیمانه و خالصانه و بدون کدام طمع پولی برادران و خواهران هست و کمک‌های یک دفعینه و گاه گاه همیشگی اعضایان حزب، اعضایان پیمان هست که دیگر خب وقتی که وظیفه دارن، مسئولیت دارن که برای ادامه مبارزه، برای پیش بردن فعالیت‌ها کمک‌های هر ماهه خود را کرده باشن و الحمدلله که تا امروز دوام دارد. و خب ببینید همین با علما یک مراجعت کوتاه به اعضا و جانبداران حزب و پیمان کرده ایستادم که ببینید که مردم هنوزم فکر میکنن که بعضیا گویا گمان میکنن که کدام سازمان کشور کمک میکرده باشد، اما شما مطمئن باشید که تمام فعالیت های حزب و پیمان بر مبنای انمون کمک های خاکسارانه شما هست که خدا را شکر و با استفاده از این فرصت به یک شما تشکر میگویم که تا امروز برادران خود را، مسئولین حزب را از کمک های خود دریغ نداشتید و خودتان میدانید که این کمک های شما چگونه خرج می شود، در کجا خرج می شود. شما از همش آگاه هستید و همین چیز است که نگه می دارد و امیدوارم که در آینده هم این را نگه خواهید داشت. تشکر زیاد. یک نفر با نام غرم وارد شده هستند. شما با سیما گپ میزنید یا همین خیل؟ بله. بفرمایید. سلام و رحمت الله و برکاته. آقای شوکت جان، استاد محترم، همیشه سربلند و پیروز موفقت باشید. خب من همین سوالی که همین برادر جان داد تکراری باز به شما میدیم که در بین همین بچه‌های مخالف و مبارز همین خیلی آوازهای پنگ شده است که خب گویا گرانت ها پیدا میشدین، شما در بین همین سیمی های خودتون، در بین اولاد خودتون تقسیم میکرده، به همین باید که نقطه میگذاشتید. خب همین را آشکارا میگفتید که گرانت آیا هست این در بین همه اولاد خود تقسیم میشده است یا که نه. برای بسیاری بچه ها در شبهه هستند. خب دوم سوال، شما همچون نماینده همین خب در تاجیکستان نماینده وای بودید، دپوتات بودید، آیا میتونید به همین مردم بفهمونید که همین معاش هر ماه امام علی رحمان از حساب دولت چند پول است؟ همین دو سوال داشتم. دوستی عزیزم سلامت باشید. برای سوال ببینید، اگر در ما گرانت باشد و من همین گرانت رو به
خش و تبار خودم با عائله خودم تقسیم کرده باشم، بدون شک شما اصلا کمترین شک نداشته باشید که این برادر شوکت جان که زحمت شبانه روزی برنامه ها را میکشد از گریبان من میگرفت، اصلا یک روز کار نمیکرد، یک روز فعالیت نمیکرد و بعدا از گریبان من میگرفت و در همین برنامه پیام تیوی اعلان میکرد که من با کبیری یک روز نمیستم برای آنکه گرانت رو میگیرد از خارجی ها و به خش تبار خودش تقسیم میکند. یک روز همین نمیستاد و خدا را شکر در پهلوی ما اون کسانی که از رابطه های ما، از صحبت های ما، از با گفت شما از همون سازمان هایی که گرند میدین یا نمیدین آگاه هستند، خیلی از برادران و خواهران هستند و هیچ کس اصلا نه تنها با کبیری به هیچ کس این اجازت رو نمیدهد. اگر کسی ببیند اصلا یگان نفر، یگان سازمان، یگان کشور به یگان حزب سیاسی گرند نمیدهد. اگر گرند هم بدهند کسی بدهند به سازمان ها میدهند، به تشکیلات های غیر سیاسی میدهند. خب تشکیلات های غیر سیاسی چگونه گرند میگیرند؟ اینا رویشش به همه معلوم و اون دیگر به هیچ حزب و به کبیری و به هیچ کس ربط ندارد و من با قاطعیت اینجا نقطه میگذارم که این حرفا همش دروغ است، تهمت است، بهتان است و کسی اگر چنین گمان دارد، چنین فکر دارد و بالاتر از این اگر چنین دعوا دارد، من در همین جا تقاضا میکنم، طلب میکنم که دلیل بیارد، بگوید که مثلا کبیری، محیدین کبیری برای نهضت اسلامی تاجیکستان یا برای پیمان ملی تاجیکستان فلان مقدار گرند گرفت و اون رو به فلانی به اعضای عائله‌اش داد. اگر چنین دلیل دارد، چنین سند دارد، مرحمت پیشنهاد کند. اگر ندارد دیگر من خواهش میکنم که از پهن کردن چنین تهمت ها و دروغ ها که واقعا ذهن جامعه رو خراب میکند خودداری کنند، چون این هم دروغ است، هم تهمت است، هم لطمه وارد کردن به مبارزه هست و این دشمنی آشکار به مبارزه و به ملت هست. خب اگر مثلا همین کار را بعضی کسان ادامه بدهند و در صورتی که خودشون خوب میدونند، در صورتی که آگاه هستند از همه چیز، اگر خدای نکرده باز همین حرفا از طرف بعضی از شخصانی به نام مبارز اگر صدا داده باشد، این واقعا یک فاجعه است. اما سوال دوم شما درباره معاش پرزیدنت، من حتی وکیل پارلمان بودم، نمیدانستم اگر چه طبق قانون وکیلان پارلمان باید بدانند. من چند مرتبه طلب کردم وقتی که در پارلمان معاش پرزیدنت رو بلند می‌برداشتن، من گفتم برآمد کردم که حداقل شما به ما بگویید که معاش پرزیدنت چند هزار دلار هست تا اینکه وقتی که ما آواز میدیم که مثلا 3 برابر زیاد کرده شود بدونیم که چند بود و وقتی 3 برابر بیشتر میکنیم چند میشود. اما آخران معلوماتی که به من رسیده بود در وقت پارلمان قبلی که من هنوز دپوتات نبودم، استاد مرحوم استاد محمد شریف مزاده گفت که در وقت اونها در پارلمان اعلان کردن، ایشان دپوتات بود، که معاش پرزیدنت رو 12,000 دلار آمریکایی تعیین کردن و بعد از اون وقتی که من دپوتات شدم دیگر وزیر مالیه می آمد و می گفت که از دپوتات‌ها خواهش میکنم که معاش پرزیدنت رو 3 مرتبه عوض کنید و هر چند سال بعد می اومدن معاش پرزیدنت رو چند برابر بیشتر میکردن. خب اگر 12,000 بود 3 برابر زیاد کردیم 36,000. باز بعد چند سال با 2 برابر دیگر میشود 72,000. بعد من فکر میکنم که حالا شاید که بیشتر از 100,000 باشد که در دنیا فکر نکنم یگان پرزیدنت اینقدر معاش بگیرد. برای همین هم وزیر مالیه هم خود امامی رحمان شرط میکنند به ملت اندازه معاش واقعی پرزیدنت رو اعلام کنند، برای که برای کشوری که معاش حداقلش 100 دلار است، 150 دلار است یا اطراف همین، یا معاش میانه اش حتی ممکن معاش حداقل ممکن از این کمتر باشد، واقعا عیب است، شرم است که پرزیدنتش بیشتر از 20,000 40,000 معاش بگیرد. مثلا ما معاش ماکرون رو میدونیم چقدر است. معاش دلار حساب کرده ایستادید، این دلار است، با دلار حساب کرده ایستادید، میگم یعنی 100,000 دلار.
بله، چون وقتی که من وکیل پارلمان بودم اون وقت چند برابر معاش پرزیدنت رو بیشتر کرده بودیم، رقم رو نگفتن، اما من با حسابی که وقتی زمان دپوتاتی استاد همزاده بود 12,000 دلار گفته بود، اعلان کرده بود. پس در همون زمانی که من دپوتات بودم با حساب خودم البته 36,000 دلار بود، یعنی این 10-15 سال پیش. حالا حتما که اطرافی نه کمتر از 50,000 است، حالا دقیقش رو نمیدونم. اما ببینید دوستی عزیز، در یگان جای دنیا حتی در تاجیکستان هم معاش پرزیدنت جزئی سری دولتی نیست که اعلان نکنن. ما قانون درباره سری دولتی داریم، در اونجا مشخص گفته شده است که کدام مسئله ها دارای سری دولتی هستند باید در رسانه ها اعلان نشوند. معاش پرزیدنت جزئی سری دولتی نیست. وقتی که حجم معاش پرزیدنت رو اعلان نمیکنن این پامال کردن قانون است، این پامال کردن کنستیتوسیون است، این پامال کردن حقوق شهروندان است، حقوق اندازه‌پرندگان است که باید بدونن اندازه آنها کجا می رود. پرزیدنتی که از اندازه مردم معاش میگیرد، خرج و همه خراجاتش، سفرهایش، پرواز هواپیماش همش از حساب مردم است، باید مردم بدونن چقدر خراجات می شود. تشکر زیاد. این به طور آشکار پامال کردن حقوق است، اما چگونه که ملت تاجیک این را طلب نمی‌کند. من همچون وکیل طلب می‌کردم، اما یگان نفر دیگر هم‌آوازی نمی‌کرد. یک آواز در پارلمان طبیعی است که دیگر مسئله رو حل نمی‌کند. تشکر زیاد. محمد تقویف بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام. اکو چه شما خوب هستید؟ اکو کبیری چه شما؟ تشکر برادر عزیز. شما چه حال دارید؟ خوبه ان شاء الله؟ صاد رحمت الحمدلله. من سوالم همین که اکو جان شما پیشتر گفتید که در کارشان ما کمک میپرسیم برای مردم. سوال همین که همین اپوزیسیونری قزاقستان شما میدونید اکو همون آدم مردمش به دعوت کرد که باید کمک کنین، این کمک های شما دو اینا سه اینا برگردونده می شود وقتی که ولست سرنگون می شود حکومت. ما نمیتوانیم همه خیلی کنیم و مثال همین رحمان و از 100 میلیارد دلار زیاد دارد، بعد همین یک برا کردن گیریم همین پولی مردم گشته گردونیم دیم اکو. سوال من همین بود، همه قدر بود. تشکر. سلامت باشه برادر محمد. ببین دوستی عزیز، ما تا به این روز شخصا خودی من با مردم با بیرون از اعضا و جانبداران حزب و پیمان ملی تاجیکستان هنوز برای کمک مراجعت نکردم. اینقدر تهمت و اینقدر سنگزنی ها هست که از خارج پول میگیرن، از مردم پول جمع میکنن به فایده خودشون و برای کیسه خودشون. چی میشود که اگر من یک روز بیایم و برای ادامه مبارزه از مردم پول جمع کنم؟ البته باز تکرار میکنم که این عیب نیست و این ضرورت هست، این نیاز هست. واقعا روزهای آخر من احساس کرده استادم که با نظر داشت اون حجمی کاری که در پیش داریم ما و اون حجمی کاری که امروزها کرده استادیم، دیگر تنها تکیه کردن به اعضاحقی اعضایان حزب و پیمان ملی تاجیکستان دیگر کافی نیست و ما مجبور میشویم که به مردم، به ملت مراجعت کنیم که کمک کنن، به ما نه، به خودشون کمک کنن، به مبارزه خودشون کمک کنن، برای آزادی زندانی ها و برای پیروز شدن کمک کنن. چون مبارزه بدون مبلغ، مبارزه بدون خراجات نمیشه. تا اون وقتی که خودمون داشتیم، امکانیت خودمون اجازت میداد که از حساب خودمون این کارها رو انجام بدیم، به مردم مراجعت نمیکردیم. حالا که دیگر این شرایط نیست و ما هم یک مهاجر به زور زندگی خود رو میگذرانیم، پس میماند که مراجعت کنیم به مردم. اما مراجعت کردن به مردم و از مردم کمک گرفتن هم راهی خودش رو دارد، فرهنگ خودش رو دارد و باید یک مکانیزم جاری کرده شود که هم مردم کمکی درست کرده توانند، هم تمام این کمک ها و خراجات یا این خراجات ها زیر کنترل و نظر کسانی باشند که مورد اعتماد مردم و ملتند. این کار برادران کاری آسان و ساده نیست، چون کافی است که از مردم
پول جمع کنید شما متهم به آن میشوید که این مبلغ را چه صرف کردید، در کجا صرف کردید. من یادم هست 2-3 سال پیش یک عده از مهاجرین آمدن در مرزهای اروپا در ماندن، تاجیکان، افغانها، و ما برای از مردم از مهاجرین در اروپا بوده برای کمک به همون مهاجرین پول جمع کردیم. من خودم دعوت کردم، یک پول خوب جمع شد، اطراف نزدیک 10,000 یورو، و ما خواستیم همون پول رو به رسانیم به مهاجرین، ولی اون فکر کردن که اگر از پیمان ملی تاجیکستان مبلغ قبول کنن بعد با حکومت تاجیکستان دچار مشکلی میشوند، گفتن که ما مبلغ شما رو قبول کرده نمیتونیم، و ما اون مبلغ رو با مشورت یک عده از برادران در یک جای دیگر در یک کاری خیر صرف کردیم و اونم برای مهاجرین، ولی دیگر قسمتی مهاجرین. شما میدونید چقدر گپ و کلاچه و چقدر تهمت ها شد در همین داخل اروپا از طرف بعضی از برادران مبارز که این پول را یک کسی خورده است، کسی نابود کرده است و چرا گزارش ندادن و غیره ها کذا. بعد از همون دیگر من دستور دادم که بهتر است که ما از مردم پول جمع نکنیم اما از این تهمت ها دورتر باشیم. ولی انشالله کسانی که به مبارزه کمک میکنن دیگر این خیال میده بازی نخواهند کرد، چون وقتی که کمک میکنن پس اعتماد دارن. مادامی که اعتماد دارن پس باید بدونن که مبلغ ها برای مبارزه در جای حلال، با طریق حلال و با دست انسان های حلالکار و پاک استفاده میشد. البته حاضر همه توسط برای سایت خودش و برای بلاگری خودش و برای یوتیوب کانال خودش از مردم پول جمع میکند. اینم برخی از مبارزین هستن، برای مبارزه لازم است، اما شما بدونید که تا به حال پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان برای فعالیت حزبی، برای فعالیت مبارزهای سیاسی، حتی برای زندانیای سیاسی ما بیرون از اعضایان و جانبداران پیمان مبلغ جمع نکردیم. همون روز که این مرحله فرا رسید من خودم شخصا برآمد خواهم کرد. از این نه ترس داریم نه عیب میدونیم و از چرا ما باید از ملت خودمون عیب داشته باشیم؟ مبارزه برای ملت است، مبارزه برای وطن است، پول و ملت است و برای ملت صرف می شود. برای همین امروز که فرا رسید حتما این را خواهیم گفت. اما ببینید دوستان عزیز، ما نمیخواهیم که یک نفر هم برای کمک با ما دچار مشکلی شود، زندانی شود، خدای نکرده. بنابراین وقتی که ما مراجعت کردیم باز هم مراجعت ما با کسانی خواهد بود که در تاجیکستان، در روسیه، در کشورهایی که آسیب پذیر هستند در آنجا نخواهد بود. اونها نباید کمک کنند، بلکه بیشتر به کسانی خواهد بود که در خارج، در اروپا، در امریکا، کانادا، در کشورهای آزاد هستند. البته اونها دیگر مسئولیت دارند، وظیفه دار هستند که کمک کنند به اون بوریده. تشکر زیاد. نفر که از واتساپ میبخشید تلفنی من قطع شد. با من 2 تا سوال دیگه دارم در قضیه قرغیزستان تاجیکستان. برای چی ما میدونیم که چارکوه نامشون فراموش کردم، همو آبشیم همو قرغیزا درون تاجیکستان در اومدگیان، در قورستان گذشتگانی ما در قرغیزستان میغلطه. برای چی که و یا غیر قانونی ایلی یا که همه زمین فروختگیان چو کردگیان هم الدرش کردگیان. برای چی اسکرای ما همو زمینای ما را برگردوندن با پرزیدنت ما عبرت نداد همو زمین را. برای چی؟ برای یعنی سرزمین ما مبارزه نمیبره. همه قرغیزا دندانشون دادن، چند قوی ما را کشتن، خودتون میدونید، در یک کودک مردن، کلین همیرا دور مرد. برای چی همه پرزیدنت ما عقب نشینی کرد؟ قرغیزستان ترکیه همه چیزای هواپیمای چی همه خیلی چی خریدن زدن تاجیکستان. برای چی پرزیدنت ما در همین کار پول مصرف نمیکنه که همون گرانیسای ما را حمایت کنه؟ این به دو دستی ادب برآورده در قرغیزستان برگردون. و فکر شما همین چارکو بکوه شده همین محله ما را در قرغیزستان میسپاره.
و یک سوال دیگه همینه که با گفته که مسجدها در ازبکستان دادگیان، زمینای مسجد در ازبکستان دادگیان، همین گپا راسته؟ رحمت سلام پیشکی برای که شما وقتتون جدا کرده سوالای ما را گوش میکنید. خدا نگهبانتون باشه. سوال من همین بود. التماس جواب بدید. سلامت باشید. سلامت باشید. خواهر عزیز، وقتی که همون در آغاز جنگ قرقیزستان و تاجیکستان بود برای اسفره، برای چارکو، برای واروخ، من چند سخنرانی داشتم. بعد دیدید که چقدر علیه من هجوم کردن به نام پاتریوت ها و وطن دوستای خسکی تاجیکستان که حالا دیگه صدایشون نمیبراید. معلوم بود که این همه با سپاریش آنها پاتریوت میشوند. وقتی که از بالا سپاری شد وطن دوستی و پاتریوتیسم آنها تمام میشود. من هم وقت گفته بودم که ملت تاجیک، من تحسین میگم به مردمی غیور و جسور اسفره، واروخ، خیستکوس، خیستاورز و تک تک تاجیکانی که برای یک پارچه زمین تاجیکستان مبارزه کردند، به شهادت رسیدند، بعضی‌ها خانه و در خود را از دست دادند. اما به هیچ وجه من عملکرد و رفتار حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت‌های قدرتی و بخصوص امام علی رحمان را جانبدار نیستم. برای چی؟ برای اینکه آنها این وضعیت را برای خود را وطن دوست و ملت دوست در چشم مردم تاجیک نشان دادن استفاده کردند. و همون وقت ما گفتیم که مردم باید خودش تیار باشد، مردم باید خودش مبارزه برد، زیرا حتی هم سربازان بیچاره ما، افسران جسور ما، اونا واقعا برای ملت مبارزه کردند. اما امام علی رحمان چیکار کرد؟ او در اول آمد خود را بازی کرد با ذهنیت، با احساسات مردم، با روحیه وطن دوستی مردم. بعد وقتی که دید که نه، طرف قرقیزستان دور از شعارپرتایی و دور از واهمه همچون یک حکومت رفتار کرده ایستاده است، رفت سلاح خرید، خودش رو آماده کرد و با قاطعیت گفت که من آماده جنگ هستم چون سلاح هم بیشتر است. با اون پولی که خودت، یعنی با امام علی رحمان آشکار گفتن، با اون 92 میلیون دلاری که خودت رفتی هواپیمای خصوصی خریدی از مکزیک، قرقیزستان با همون مبلغ رفت از ترکیه بایرقتر خرید، از روسیه تکنیک خرید، از چین، از دیگر جاها با همون پول سلاح خرید. امام علی رحمان با همون پولی که باید سلاح میخرید رفت هواپیمای شخصی خرید، رقص و بازی، چایخانه، هر سال یک جشن نوروزی، معرکه‌های پردبدبه، برای کنسرت ها هر کنسرت به مبلغ میلیون ها دلار کرتا و ایزار چکن، اطلس، اینها سپارش میدید فقط برای آنکه این بانوان خانم ها در پیش رحمان برقصند و خاطر جناب عالی را در ناخنک البته خرسند کنند. خب این وضعیت را که قرقیزستان دید فهمید که نقطه ضعف تاجیکستان همین جا است و از موقع قدرت رفتار کرد. امام علی رحمان جز عقب نشینی، جز موافقت کردن به امضای سازشنامه، گذشت کردن به دادن سرزمین دیگر علاج نداشت. من در اینجا قرقیزا رو تنقید کردنی نیستم و حقم ندارم تنقید کنم، چون اونها طبق منفعت‌های ملی و دولتی خود رفتار کردن. بعضی‌ها میآیند گاه خیتایی را حقارت میکنن، گاه قرقیز را، گاه ازبک را، گاه عرب، گاه ترک. برادرانی عزیز، تمام ملت‌ها، تمام حکومت‌ها برای منفعت‌های دولتی و ملی خودشون مبارزه میبرند. چرا ما آنها را حقارت کنیم و دشنام کنیم؟ خیتای همون مقدار زمین ما را گرفت که امام علی رحمان داد. قرقیزستان همون مقدار میگیرد که امام علی رحمان میدهد. حالا شما گفته درباره مسجد، البته من معلومات ندارم خواهر عزیز در این باره، چیزی گفتن نمیتوانم چون نمیخواهم بدون معلومات و بدلیل گپ بزنم. اما میترسم که از دست این حکومت، از دست امام علی رحمان همه چی میآید. ببینید دوستان گرامی، من یک برآمد دیگرم یک سوال رو مطرح کرده بودم، تا امروزم 2 سال می شود یگان کس جواب نمیدهد. نه یگان پاتریوت، نه یگان اوانگارد، نه یگان وطن دوستای خسکی، نه کماند تبلیغاتی و ایدئولوژی حکومت، حداقل برای سفید کردن خودشون. ما در زمان شوروی مساحت تاجیکستان 143,000 کیلومتر مربع بود. خب
حاضر در زمان امام علی رحمان 1600 کیلومتر مربع کم شد. خب 1000 کیلومتر مربع رو با خیتای دادیم، رسما اعلان شد، معلوم است. خب 600,000 کیلومتر مربع کجا شد؟ در کجا است؟ یعنی کی اون رو با قرقیزستان دادن، با افغانستان دادن، با ازبکستان دادن؟ ما با همین 3 کشور دیگر سرحد داریم. یا همون رو هم با خیتای دادن و پنهان میکنن باز. یعنی شما میدونید این مساحتی که گم شده است حالا وجود ندارد، نیست دیگر. این چند برابر مساحت باباجان غفوروف و قیراقوم و دوشنبه، حتی چند برابر مساحت پایتختمون هست. کجا است این سرزمین تاجیکان؟ تا به این روز یکون کس جواب نمیگه. بنابراین همین با این وضعیت، با این خاموشی ملت، با این خاموشی مسئولین، من استثنا نمیدونم که فردا معلوم شود که باز یک مقدار زمین رو از یک گوشه دیگری وطنمون به یک کس داده است. ببینید بعضی کشورهایی که 100 برابر بیشتر از تاجیکستان سرزمین دارند، 1000 برابر بیشتر از تاجیکستان سرزمین دارند، برای یک وجب خاکشون می جنگند. اوکراین جنگیده ایستاده است برای زمینش و روسیه با همون بزرگیش به خیتای فقط یک جزیره‌چه خرد رو که حتی 10 اون زمینی که ما به خیتای دادیم برابر نمیشود، در بین کدام دریا داد تمام. قزاقستان هم با اون مساحت کلان به خیتای همگی چند کیلومتر مربع داد. اما تاجیکستان بیشتر از 1% خاکش رو با وجود آن که ما یک سرزمین بسیار کم زمین هستیم و همون هم کوهستانی هست، با همون یک همت بلند داد به همسایه کشور. و برای همین وقتی که سال گذشته بود امام علی رحمان به پکین سفر کرد، بعضی ها تعریف کردن که خیتایی ها یگانه پرزیدنت که اونجا یک سمیت بود، قالین قرمز، فرش قرمز سرخ در فرودگاه ماندن برای امام علی رحمان بود. یعنی اون قدر فخر میکردن که یعنی نه یگان پرزیدنت قرقیزستان یا یگان کس را با چنین دبدبه پیشواز نگرفتن. البته اونها فراموش میکنن که سفر دولتی از سفر کاری فرق میکند. برای سفر کاری پرزیدنت به هیچ کدام پرزیدنت فرش قرمز آراسته نمیشود، باید نشود. اما سفر دولتی که انجام شد با همون پروتکل سفر دولتی پیشواز گرفته میشد. اون سفر امام علی رحمان سفر دولتی بود. اما جدا از این، من در همونجا گفتم که اگر خیتای از همین مرز خیتای تاجیکستان تا پکین همین چند هزار کیلومتر هم اگر قالین سرخ پرتوید برای امام علی رحمان کم است، برای آنکه یگان دولت به خیتای 1% تریتوریش رو نداده است. یعنی از همین مرز تاجیکستان تا پکین اگر رحمان رو با اسب پیشواز بگیرن برن، برای خیتایی کم است. حالا چی رسد در فرودگاه چند سرباز رو آوردن و یک سلیوت دادن. بنابراین همین من خواهر عزیز تعجب نمیکنم اگر فردا معلوم شود که باز یک گوشه سرزمین رو به کدام کشور دیگر داده باشد. زنده باشد استاد. یک زنگ از واتساپ. استاد مردین کبیری بسیار خوشحالم که شما رو با بر درس ما هستم. من خیلی شما شدم سوال بدم نشد. این سوال هم من خودم جواب خودم را میدم. جواب معروف شما کمتر چیک نده کنید، ریویزه کنید. حالا امام علی رحمان 3 عروضی بهترین دارد. بهترین نه، 3 عروضی سخت دارد که بی‌سواد کردن مردم، پراکنده کردن مردم، یعنی محل به محل و ترس بدلی مردم رو کردن. همین 3 چیزا او موافق است و همین روزه ما هم 3 چیزا چخیر کنیم نیست کنیم از درونمون چخیر نیست کنیم. ترس که نیست کرده شده موجود مشکلی کرده شده همونجور بیمانش رسوزم اونو پراکندگی هم کم کم چی کرده شدم دیگه بی‌سوادی زد. برای بی‌سواد کردن چیکار کنم نکنم کارش کرده شده برخ نمی‌جهد.
1000 تا رقم سوزن تو برق نمیگه پلیسون با اگر برق یا اینترنت سوز میشه و مردم فرزندای ما و بیروی ما باسواز میشن او باسواز شدی مردم این شکست خوری رحمان باید رژیم شد چون برای او بسواز کردن اساسی مقصدی او است همین چیز فکر من درست است یا نه همین چیز است من جواب بدم استاد جان سلامت باشید برادر. شما سه سمت اساسی فعالیت رحمان یا سه سمت اساسی سیاست‌های رحمان رو نامبر کرده. من دو تا دیگه علاوه میکنم. شما دو تا دیگر رو نگفته. بی‌سواد کردن، یکی درست گفته، پراکنده کردن، ترسو کردن، خیلی درست گفته. من دو تا دیگه علاوه میکنم. کم بی‌زاعت کردن مردم، یعنی بی‌پول کردن مردم و مهاجر کردن مردم. این 5 سمت اساسی فعالیت‌های سیاسی رحمان نسبت به ملت است و برای این دلیل دارد. رحمان میداند چیکار کند. رحمان آدمی بی تجربه نیست، بی سواد است، اما تجربه سیاسی دارد و خوب آموخته است که یک ملت رو چگونه میتوان کنترل کرد. یکم بی سواد کرد، دوم اون رو پراکنده کرد با کلابی و خطلانی و بدخشانی و زرفشانی و دوشنبهگی و سوغدی تقسیم کردن، یعنی محلگرایی و محل بدبینی را رواج دادن تا اینکه ملت متحد نشود و کلابی فخر کند که خب خوب است بد است همین پرزیدنت از کلاب است از منطقه خطلان است کافی است. اگر فردا سوغدی آمد سوغدی فخر کند دزد است غارتگر است مهم که از سوغد باشد یا بدخشانی یا فیض آبادی. اما وقتی که ملت شود دیگر فرق ندارد و همسایش است فرزند پدرش است همدیهش است دوست باشد مگر دوست است. مثلا در ایران حالا با وجود همه این مشکلات داخلی که در ایران است وقتی که ایرانی هم چون ملت شدن یک آذربایجانی میتواند پرزیدنت شود. من پرزیدنت شد. پزشکیان اصالتا ترک زبان و آذربایجانی است فارس زبان نیست و از پدر و مادری ترکی و کردی تولد شده است. پس این معنا رو دارد که ملت شده است، یعنی یک فارس زبان هم آواز رای میدهد با او. اما وقتی که در یک کشور دیکتاتوری در یک کشور عقب مانده دیگر حکومت هم از یک خانواده از یک محل چند نفر رو برای نمونه برای زبان دیگران رو کوتاه کردن چند زن و چند تا از محلهای دیگر وزیرهای دوم درجه رو میمونند به همین تمام. و ترساندن ملت شما درست گفتید و کم بی‌زاعت کردن ملت هم یکی از استراتژی‌های امام علی رحمان است. چرا؟ چون ببینید وقتی که ملت در عموم کم بی‌زاعت است او فقط برای پیدا کردن قوت لایموت برای خودش و فرزندانش در روز آینده فکر میکند. برای او سیاست، برای او داشتن یک زندگی بهتر، برای او داشتن یک مبلغ کافی برای رفتن به کینوتئاتر، به تئاتر، به موزه، به سیاحت به کشورهای خارجی اصلا دیگر اولویت ندارد. و کسی هم دعوت کند بگوید که او برادر همسایه خودت حق داری سزاوار آن هستی که یک زندگی شایسته بهتر داشته باشی، او میگه که تو تهمت نکن، تو فتنه نانداز، تو علیه ملت و پرزیدنت و علیه حکومت تبلیغات نبر، با من همین قدر کافی است. خدا را شکر اگر یک سال دراز برق نداریم حداقل چند ساعت داریم که همین هم نباشد چیکار میکنیم. ببینید فلسفه و منطق ملت تاجیک از روی ترس، کم بی‌زاعتی، بی‌سوادی به این درجه رسیده است که همگی چند ساعت برق دادن رو باز شکرانه میکند و میگوید که خدا را شکر که باز همین 2 ساعت داد. اون نمیگوید که این دوست، این برق دوست 22 ساعت برق ما رو دزدیده ایستاده است به خارج میفروشد، برق ما رو میدزدد، یعنی برق کسی دیگر رو نه، همه برقی که دزدیده میشود برق یکایک تاجیکستانی ها هست. این از پول ملت تاجیک است، از برق کارخانه ملی ما هست و برای ملت کار میکنند. اما او با جای که بگوید که شما 22 ساعت برق ما رو دزدیده، میگه خدا را شکر که هم 2 ساعت دادن. باز از جناب عالیشون
شکر میکنن، تشکر میگن و مسئول برق تاجیک رو حقارت میکنن. یعنی شما اهمیت بدید همونه که مسئول برق ناحیه است همون رو حقارت میکنن. اونا بخبر از اون که برق رو امام علی رحمان به خارج میفروشد. کی چنین فکر میکند؟ مردم کم بی‌زاعت، بی‌سواد و ترسو. و این سه گروه در تاجیکستان ما متاسفانه اکثریت هستند. مهاجر چرا میکند؟ برای اینکه وقتی که یک ملت رو به خارج فشار میدهد، گسیل میکند، اساسا قوه کاری جوان میرود. جوان ها طبیعتا بسیار با غیرت میشوند، طلبگار میشوند، اونها اعتراضی میشوند. در داخل کشور میماند پیرزن ها و پیرمرد ها و کودک ها و منصبداران که اداره کردن اونها کار دشواری نیست. بنابر همین برادر عزیز، در دنیا دو نمود دیکتاتورها هست. یک نمود دیکتاتورهای هست که واقعا دیکتاتورن اما اونها برای ملت یک برنامه دارند. با روش و اسلوب دیکتاتوری که این رو هم خیلی بد است، من طرفدار نیستم، اما باز هم با روش و اسلوب دیکتاتوری برای ملت و دولتشون کار میکنن. یکی از بدترین دیکتاتورها در تاریخ بشریت همین استالین بود. یکی دیگرش مثلا پیناچه در چیلی، یکی دیگرش یکی از رهبران سینگاپور که اونم یک دیکتاتور بود، یا اولین رهبر کره جنوبی یکی از که اونم گنرال بود. اینا با روش دیکتاتوری دولت و ملت رو اداره کردن، اما نه برای خود و نه برای عائله خود. استالین واقعا جنایت‌های زیاد کرد برای ملت تاجیک، هم از آن جمله بهترین های ما را کشت. شیرینشاه شاه تیمور را کشت، نصرت الله مقسوم را کشت، قریب صدرالدین عینی را میکشت، ده ها هزارها بهترین فرزندان ملت ما را کشت، خط ما را اول لاتینی بعد کریلی کرد، جنایت‌های زیادی کرد. اما یک خوبی‌ای هم داشت که او از روی اعتقاد کمونیستی خودش حتی برای خودش یک قصر نساخت، برای فرزندانش یک پول نماند، یک کوارتیر نماند، ماشین نماند. تمام این رو برای عقیده و ایدئولوژی و برای مردم شوروی کرد. و این همون دیکتاتورها هم هستن. پیناچت هم چیلی رو به یک کشور پیشرفته تبدیل داد. اردوغان رو هم دیکتاتور میگن، اما ترکیه رو از یک حالت کشورهای رو با ترقی به 20 گانه کشورهای مترقی دنیا تبدیل داد. کره جنوبی همون خیال، سینگاپور همون خیال. اما یک عده دیکتاتورهای دیگر هستن که امام علی رحمان هم جزئی همون دیکتاتورها است. بسیار میده باز، بسیار ترسو، بسیار منصب پرست و بسیار اولاد باز، محلگرا، و تمام برنامه‌شان، تمام دیکتاتوریشان، تمام جنایت‌هاشان برای خود و برای خانواده‌شان است. تمام دزدی‌هاشان. شما ببینید مگر دیکتاتور رحمان رو با دیکتاتور استالین و پیناچت مقایسه کرده میشه؟ استالین بزرگترین دولت دنیا را رهبری میکرد، هیتلر را شکست داد، در برابر امریکا می ایستاد، نه به فرزندش منصب داد، نه پول داد، هیچ، رفت دیگه، تمام در تاریخ ما. رحمان که واقعا پول دولت تاجیکستان برابر یک ولایت SSR نمی شود. برابر های مقایسه کنیم امروزه بودجه تاجیکستان رو با بودجه تاجیکستان زمان شوروی 10% بودجه زمان شوروی نمی شود. اگر رو با قرب دلاری هم وقتا اگر برگردونیم 10% نمی شود. دبدبه و هنگامه رحمان و امروزه رو بینید که این دیکتاتور با اون دیکتاتور چه فرق دارد. بنابراین برادر عزیز، تمام دیکتاتورهایی که از تیپ رحمانوف هستند، میده‌باز، ترسو، جنایتکار و محلگرا و منصب پرست، اینها ملت‌های خود را نفرت دارند، بد می‌بینند. اینا آزادی را بد می‌بینند، اینا کرامت انسانی را بد می‌بینند و تلاش می‌کنند که ملت بی‌سواد باشد، پراکنده باشد، ترسو باشد. این سه را شما گفتید. دو تا دیگر من علاوه کردم که کم بی‌زاعت باشد و مهاجر کردن بهترین فرزندان ملت. تشکر زیاد استاد. سوال دهنده ها خیلی زیاد نوبت ایستادگی هستند. وطندار بفرمایید، یک کمتر مختصرتر باشد هم بسیار خوب میشد جواب ها. وطندار. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. صدا هست؟ صدایتون هست، بفرمایید.
برادر کبیری، من به شما یک سوال بسیار سبک و عادی دارم. اگرچند که این سخنها به شما قدر به فکرم معقول نمیشوند. لنین گفته بود که پایان نمیخواهد، بالا اداره کرده نمیتواند. حالا در تاجیکستان همین زمانه به وقوع پیوسته است. چرا فکر میکنید که به من این سوال شما معقول نمیشود؟ و چون که شما لنین رو بد میبینید. نه، ببینید، من در مثال استالین به شما گفتم که من استالین رو هم نقض نمیبینم. به من استالین معقول نبود، اما استالین کارهای خوبی کرد. لنین رو هم بله من نقض نمیبینم، اما لنین آدمی میبخشید احمق و بیسواد نبود. لنین برای برنامه و هدف خودش کارهای زیادی کرد و البته جنایت‌های زیادی را هم کرد، اما همون فرمولای لنینی انقلاب که пред революционная ситуация возникает, когда низы не хотят жить по-прежнему, а верхи не могут управлять по-старому. این وضعیت در همه جای دنیا میتواند عملی شود، اما در تاجیکستان ما شرایط چنین شده است که ملت تاجیک، چون ببینید همین وقتی که ملت را شما در نتیجه پروپاگاندا زامبی کردید، منقور کردید، او دیگر در همه بدترین شرایط هم زندگی کرده میتواند. حتی در بدترین شرایط باز او تلاش میکند که همون ظالم خود را مدح و ستایش کند، تعریف کند. برای مثال کره شمالی را شما تصور کنید، 50 سال پیش همین کره یک کره بود، یک ملت، یک دین، یک فرهنگ، یک زبان. بعد اون جنگ سرد که بین غرب و شرق شد و کمونیست‌ها را شوروی کمک کرد، اون لیبرال دموکرات‌ها را امریکا کمک کرد، بین دو نیرو و کره دو تقسیم شد، بین یکدیگر جنگیدن، بالاخره نتیجه این شد که دو دولت شد، کره شمالی و کره جنوبی. باز تکرار میکنم، یک ملت، یک دولت بودن، یک دین، یک زبان، یک فرهنگ. نیمی ملت اون طرف موند، نیمی ملت این طرف. کره جنوبی که پرزیدنت آزاد دموکراتی داشت، انتخابات آزاد دارد، چند پرزیدنت رو هم زندانی کردن. و امروز چی کره جنوبی چی دارد؟ من بودم چند مرتبه در کره جنوبی، بسیاری تاجیک‌ها برای کار رفتن. سامسونگ دارد، هوندای دارد، بهترین تکنولوژی دنیا رو دارد، یکی از قوی‌ترین دولت‌های اقتصادی دنیا هست، تکنولوژی پیشرفته دارد. ولی باز 50% مردمش از حکومتش ناراضی است، حکومت رو عوض میکنه، تغییر میدهد، چون قاعده دموکراسی همین است. کره شمالی چی استحصال میکند؟ غیر راکت و سلاح، بمب اتمی، برای برنج نوبت، برای روغن نوبت، برای تمام شرایط عادی ترین نیازهای زندگی نوبت. اما ملتش از حکومتش 99% راضی است. قرصک زنی، با سپارش گریه میکند، با کماند میخندند. برای چی؟ برای اینکه مردم باور دارد، فکر میکند که در نتیجه تبلیغات، اینترنت نیست، فقط تلویزیون دولتی تماشا میکنند، مردم باور میکنند که تمام دنیا آبخیزی و قشاقی و گرسنگی است. حتی در کره جنوبی هم قشاقی و گرسنگی است. فقط در کره شمالی خدا را شکر میگن، از جناب عالیشان تشکر که باز با همون کویتانسیا و با کووتا و با کارتوشکا با ما برنج میدهد که از گرسنگی نموریم. حکومت غم ما را میخورد. او باور ندارد که حکومت میدزدد از اونها، حکومت اونها را تبدیل به یک زامبی کرده است. ملت تاجیک هم همین است. برای کره شمالی، برای تاجیکستان امروزه فرمولای لنینی پرد رولوسیون سیتواسیا عمل نمیکند. برای چی؟ برای که مردم زامبی شدن، مردم منقور شدن. وظیفه ما و شما، اگر الله نمیدونم شما خودتون طرفدار آزادی و مبارزه هستید یا نیستید، من نمیدونم، شاید باشید شاید نه. اگر باشید وظیفه ما و شما، و حتی اگر نباشید هم بگذار طرفدار حکومت هم باشید، من فکر میکنم اگر انسان سالم عقل و وطن دوست و صاحب کرامت باشید، باید تلاش کنید ملت رو آگاه کنیم که ملت تاجیک مثل تمام ملت های دنیا
سزاوار یک زندگی بهتر است، سزاوار یک حکومتی بهتر است، سزاوار آن است که سزاوار آن نیست که 50% قوه کاریش در خارج کار کند، در شرایط بد، دور از خانواده، دور از زن و بچه. شما میدونید در تاجیکستان شماره طلاق چقدر زیاد شد به سبب آنی که پدر خانواده در هجرت است، در وطن نیست، در پیش زن و بچه نیست، در نتیجه جنجال های خانوادگی، رشک، گمان ها، پراکنده شدن عائله ها. یعنی این یک مصیبت ملی هست. ولی وقتی که ما دعوت کنیم که باید این حکومت عوض شود تا اینکه بجای این همه خراجات های زیادتی پول بیوجت رو در داخل کشور برای ساختن جای کار، برای کارخانه ها صرف کنیم، ملت برگردد کار کند، میگن که شما فتنه‌گر، شما ضد صلح و آرامش هستید، شما میخواهید در تاجیکستان جنگ شود، افغانستان دیوم شود. او برادر، افغانستان دیوم نه. حالا دیگر افغانستان بعد چند سال میگید مردمش رو میترساند که شما احتیاط کنید که مثل تاجیکستان نشویم، افغانستان تاجیکستان دیوم نشود. افغانستان از در بسیاری مسائل از تاجیکستان پیش رفته ایستاده است. بنابر همین دوستی عزیز، من فکر میکنم که برای آنکه پردریولوسیون سیتواسیا با گفت لنین تیار شود، باید مثل همون لنین از خارج باید تبلیغات برد. لنین در چوریخ نشسته بود ولی هر ماه یک تا بولتن، یک تا بیانیه، اون وقت اینترنت که نبود، میفرستاد، مردم در داخل روسیه پادشاهی اون را چاپ میکردن در ماشین‌ها و دورترین منطقه روسیه میفرستادن، با آسیای مرکزی میفرستادن و قفقاز میفرستادن. همین شد که انقلاب شد. اما وقتی که ما از خارج توسط یوتیوب و اینترنت صحبت میکنیم، باز از همین ملت تاجیک ده ها و شاید صدها کانال دیگر هست بر ضد ما که ما را تهمت میکنن، تحقیر میکنن، مردم رو دعوت میکنن که نه، همین حالت منقورتی و زامبی شما بهتر است. برای چی؟ مبادا که اگر باز انقلاب شود وضعیت ما تغییر یابد، از این بدتر دیگر نمیشود. ولی مردم رو باید فهمون برادر عزیز. در رابطه با همون مهاجرتی گفته‌تان، من میدونم که شما با قوه های مخالفین هم دولت های روسیه همکاری دارید، مگر شما چنین شرایط ندارید که با همین مردم روس اثبات کنید که همین مردم تاجیک به روسیه نمی آید، او را مجبور با قول روسی گویم добровольно принудительно به روسیه وارد میکنن برای استفاده بردن، هم حکومت روسیه و هم حکومت تاجیکستان. با مثلا با سیاستمداران روس، با تحلیلگران روس یک برنامه های تحلیل پیشنهاد کنید به مردم روس که تاجیکان به آنجا از روسیه 100 بار بیزارند ولی آنها را ناعلاج مجبورا وارد میکنن. گرچند تاجیک خودش هیچ نمیکنه، تو رو مجبور میکنه، ولی اصل این است که او رو مجبور وارد میکنه به روسیه برای غلامی. برادر عزیز، من در اینجا یک کمی با شما راضی نیستم. نه همه تاجیکان رو مجبوری وارد روسیه میکنن، بله اکثریت رو مجبوری به جنگ میفرستن. اما خود تاجیکان با خواهش خودشون، با برنامه خودشون به روسیه میروند. تا سال 2022 تا آغاز جنگ اوکراین، طبق آمار رسمی وزارت خارجه روسیه، در یک روز 410 نفر به حساب میانه 410 شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را قبول میکنند. شما تصور کنید که در یک روز 410 نفر تاجیک شهروندی روسیه میشد. بعد از آغاز جنگ اوکراین باز هم آمار رسمی است، این بافته و ساخته کسی دیگر نیست، از اپرالین کنسولگری وزارت خارجه روسیه آمار رو بگیره. بعد از آغاز جنگ روسیه اوکراین این رقم به 600 نفر رسید. در یک روز 600 نفر شهروندی روسیه رو میگیرد. این رو مجبور میکند حکومت روسیه یا رحمانوف؟ نه، مردم تاجیک خودش با خواهش خودش شهروندی روسیه شده ایستاده است. به خاطر چی؟ به خاطر قشاقی در وطن، به خاطر بی‌برقی، به خاطر پاره‌دهی، به خاطر دزدی حکومت. آینده خود فرزندان رو در تاجیکستان نمیبیند. حتی روسیه جنگ زده و تحت تحریم های غربی هم
برای بسیاری تاجیکان باز بهتر از تاجیکستان است. بله اونهایی که بعد شهروند میشوند، حالا حکومت روسیه مجبور کرده ایستاده است که اول رود 1 سال 2 سال جنگ کند، بعد بیاید حجت کامل بگیرد. ولی کی تاجیک رو به این شرایط آورد که شهروندی یک کشوری جنگ زده رو قبول کند و در وطن خودش نیستد؟ 100% که حکومت، و این رو من کاری مجبوری نمیدونم. من فکر میکنم که شاید شما دیگه برنامه ما رو کمتر میبینید با کانال های روسی. من در خیلی کانال های اپوزیسیونی روسی سخنرانی میکنم، صحبت میکنم، ملاقات ها داریم. من ماه آینده ان شاء الله 3-4 ملاقات باز با گروه های گوناگونی اپوزیسیون روسیه داریم و همیشه با آنها میفهمونیم که یکم اگر آنها سر قدرت آمدن در روسیه از سیاست های امپریالیستی شاوینیستی روسی باید دست کشن. یعنی اگر اونها هم بیان مثلا خدرکوفسکی، کاسپاروف، پاناماریوف، کمانده ناوالنی یا هر کسی دیگر بیاد به سر قدرت و باز همون سیاست های شاوینیستی و امپریالیستی خودشون رو نسبت تاجیکان و دیگر ملت ها دوام بدهند، 100% مطمئن باشن که ما ضد اونها هم خواهند بود. چرا حاضر ما ضد حکومت امروزه روسیه هستیم؟ برای اینکه اونها نسبت تاجیکان و تاجیکستانیان چنین سیاست ها رو پیش گرفتن. از دیکتاتوری ما پشتیبانی میکنن، ملت ما رو از روسیه با چه تحقیر و عذاب پیش کرده ایستادن. طبیعی است که برای ما قابل قبول نیست و بنابراین شما دوستی عزیز کم کم تماشا کنید. ما این صحبت ها رو کرده ایستادیم و در آینده هم خواهیم کرد. شوکت جان صدای شما نیست؟ زدستم 3 سوال دارم. اگر امکانیت باشد سوالای مرا همین محیدین کبیری جواب بدونه بهترین میشه. بفرمایید. سلام علیکم محیدین کبیری. و علیکم السلام. السلام علیکم. اگر اجازه باشم سلام مرا علی گیریم. خب علی گرفتن، شما نشونیدید. و علیکم السلام برادر عزیز، شاید نشنیدید شما. یکم سوال من همین است که همون سالایی که در حزب نهضت اسلام کار میکردن و چی مقصد در همین تویسون چی خدمت کردین همین شما خودتون؟ سوال خوب برادر عزیز. هر 3 سوالشون رو یک بار دهن یا جدا جدا؟ خب هر چی خواهید، هر چی که خودشون سوال جواب گیرم. معلش میگن یکم سوال ما جواب گیرم. خب ببین برادر عزیز، من حالا اگر بیام در اینجا گزارش دیم با شما که من چی خدمت کردم در تاجیکستان وقتی در تاجیکستان بودم، خدمت‌های شخصی هم رو همچون یک شهروند و خدمت‌های برای فهمیدن آواز شما برای شما چی باید کرد؟ صدای من نمی رود برادر. باید بشنوم، نمیدونم یکون صدا رو بشنوید. آواز شما هست که استاد گردنید. خب ببینید برادر عزیز، همچون شهروند مکتب ساختم، مکتب تعمیر کردم از پول خودم، مسجد ساختم. کدوم مکتب شما ساخته اید؟ خب بسیار خوب. مکتبی دهم را تعمیر کردم. در ناحیه قمسنگیر پول جمع کردیم، مکتبی کاملا از اول تا آخر را ساختیم. بروید از رئیس ناحیه قمسنگیر بپرسید، از خانم ظرفای رحمانی بپرسید که نامزد حزب در همون ناحیه بود. بعد با خواهش ایشان ما در همونجا مکتب ساختیم و بخشیش هم در فیض آباد مکتب شده. شما گوش میکنید برادر عزیز؟ نه من سوال داشتم که در فیض آباد مکتب شده. اوخه در فیض آباد هم کردم، در قمسنگیر گفته ایستادم کردم، مسجد ساختیم. خب حالا از پول شخصی هم میگم، صدها دانشجو رو به خارج، به کشورهای اسلامی نه،
به اروپا، به روسیه برای خواندن فرستادم، به مالزی، به ترکیه. یعنی کارهای شخصی. از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مکتب ساختیم. حداقل 10 مراتبه به منطقه‌های گوناگون تاجیکستان که در نتیجه زمین لرزه و آبخیزی مردم ضرر دید، کمک‌های بشردوستانه فرستاده. مکتب ساختگی شما را حزب نهضت اسلام دولت مسلمانی همون شخصیت ها شده خودت نه خدمت شما را میگم خدمتی که مردم کردگی تون. برادر عزیز من گفته ایستادم خدمت کردگی خودم مکتب تعمیر کردم، بیمارستان تعمیر کردم، مسجد ساختم، دانشجو فرستادم. یک لحظه بسته دانشجو فرستاده. خب بیشتر از 1 میلیون سومانی برای برق نیروگاه راغون مبلغ گذراندم از پول شخصی هم. همون سهمیه هایی که 1 میلیون سومانی خریدم در 1 میلیونی که میگه من سپردم پول شخصی خودتون، همون پول 1 میلیون از کجا اومد؟ درآمد یک جا بود. والا ببین برادری عزیز، بعد اینا جوابش میگم که از کجا اومد. حالی سوال تانی بود که من چیکار کردم. حالا اول صبر کن گوش کن که من چیکار کردم. حالا ما در یگان برادری عزیز ما در یگان اداره پلیس نشستیم. استاد این میگه که من شد فهمیدم میگه شما پوشیدید ساختید میگه همین پولش کجا اومد؟ همین سوالش به جواب ده تمام نبود شد. حالا یک لحظه ببینید اون برادر مثل که جواب گوش کردن نمیخواهد. اون هدفش همون فشار آوردن، همون موضوع صحبت دیگر طرف بردن. ما در یگان اتاق یگان پروکرور ننشستیم که به این طور صحبت کنیم. آرام سوال دادی گوش کن. خب همچون شهروند من باور دارم در مقایسه با خود، در مقایسه با امام علی رحمان، در مقایسه با دلخواه کارمند حکومت از پول شخصی هم 10 مراتبه بیشتر برای ملت و دولتم خرج کردم. این همچون شهروند. همچون حزب از این بیشتر بود. اکنون با سوال شما که این پول را از کجا آوردم. برادری عزیز تمام سرمایه من، دارایی من، پول من در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معلوم است. دکلراسیون کرده شده است. من قبل از آن که دپوتات شوم، قبل از آن که رئیس حزب شوم میلیونر شدم اول. و وقتی که من بار اول دپوتات شدم آمدم و هم قانون جمهوری تاجیکستان درباره نامزدی میگوید که نامزد با وکیلی باید که داراییش رو دکلراسیون کند. من رفتم دکلراسیون کردم، هم مالکیتم رو نشان دادم. وقتی که دپوتات شدم خیرالله خدا عمرش دراز کنه رئیس پارلمان بود، دعوت کرد گفت که از اپارات پرزیدنت کمیسی اومده است دارایی خودت رو میسنجند. گفتم برای چی؟ گفت برای که خودت در دکلراسیون تمام مالکیت رو نوشته ای. گفتم برای چی نمی نوشتم؟ من چی مگر دزدیدم؟ گفت دیگر وزیران و دپوتاتایی که همه پول دارن از تو زیادتر ننوشتن. گفتم برای اینکه اونها دزدیدن، میترسن، در نام دیگران نوشتن. من همه چیز قانونی است. بیزنس کردم، خریدم، فروختم در نزد چشم دولت و چرا پول خودم رو پنهان کنم؟ از کی میترسم من؟ تفتیش کردم، سنجیدم. سال 2005 برادری عزیز من تا سال 2015 دپوتات بودم، کمش 10 مراتبه مرا سنجیدن، یگان چی پیدا نکردن. تا امروز یگان دلیل پیدا نکردن که کبیری یک جا رو امضا کرده است، یک جا رو فروخته است، پاره گرفته است، پول دولت، پول ملت، پول حزب، پول اعضایان حزب را دزدیده است. یگان دلیل نیست، همش در پیش چشم اینو است. از پول خودم ساختم، بنا کردم، خرج کردم، دادم، کمک کردم. امروز الحمدلله زبانم دراز است، وجدانم پاک است. به سوالهای شما جواب میگم. من باور دارم که همین سوال را با امام علی رحمان ته، با رستم امام علی ته، با آزاده ته، با یتیموف، با رمضان رحیم زاده ته که همین قدر میلیارد جمع کرده، یک بار گزارش داد مثل کبیری که همین پول رو از کجا آورده؟ دکلراسیون نشان ته. یگان نفرش جواب داده نمیتواند. انا همون پرزیدنتی که شما طرفدارید، همون وزیری که طرفدارید، یگان نفرش جواب داده نمیتواند. جرأت نمیکنه جواب دهد و شما هم جرأت نمیکنید پرسید. وقتی که میاد در افیر ما سوال میدید آرام گوش کنید، چون که من با باوری، با دلیل، با فکت صحبت میکنم با شما. خب سوال دیگرت اگر سوال داشته باشید.
خاموش کردم. من بسیار اینجا شما رو تماما گوش کردن نخواست، من خاموش کردم. خیلی پس معلوم میشود که ببینید اینا برای گوش کردن نمیآیند، اینا برای آن میآیند که همون گفتی روسا ستاره پیسنی هم را با تکرار کرده روند. همین سوال شاید من 10 مرتبه جواب دادم، باز میپرسن از من. بسیار خوب. عبدالله خوش آمدید، بفرمایید سوالتون رو سلام مطرح. علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. از دیدار شما خوشحال هستیم. سلامت. البته یک چیز بود که دیدگاه سیاسی بود در مسئله خیلی که من شما رو میدونم، ممکن بسیار نفرها شما رو شخصیت شما رو نشناسند. همچنین یک گویم که ختم کننده اکادمی دیپلماتیک اکادمی مثل روسیه هستید، البته از بازی های دولت های ابرقدرت آگاه هستید، همچون که با تجربه سیاسی هم دارید. شما از حساب تجربه سیاسی تحلیل های سیاسی هم میکنید. من البته بعضی چیزهایی که آموختم در مسئله فشار روسیه نسبت مهاجران تا امروز تقریبا گویم که 5 ماه شد یا 6 ماه شد بعد از همون حالتی گویم که ترکت کروکوس که با گویم که بیچاره مهاجران تاجیک گناهکار کردن، بعد این چیکار کردن؟ فشار بالای مردم مهاجر تاجیک آغاز کردن. این فشار هم گویم که اول با تاجیک فشار آغاز کردن، بعد با مردم قرقیز هم این فشار چیکار کردن؟ بالای اونها هم تحمیل کردن، آغاز کردن. لیکن ما میبینیم که بالای مردم ازبکستان این چیز مثلا بالای مردم مثلا قزاقستان این چیزها نیست اینقدر چگونه ای که بالای مردم ازبکستان و تاجیکستان. البته شما این معلومات دارید، ممکن بسیار نفرهایی که در موردی گویم که سیاست داخلی آسیای مرکزی، دولت‌های آسیای مرکزی و گویم که اتنشینیا معامله بین دولت روسیه چگونه است، این چیزها را اگر دیده برویم کلا که دولت آسیای مرکزی در زیر نفوذ روسیه بود و حالا هم بعضی دولت‌ها مثل مانند تاجیکستان و ترکمنستان یا مثل قرقیزستان باقی میماند، لیکن قزاقستان و ازبکستان پرزیدنت سابق اینها در دو کرسی نشست، هم کرسی روسیه هم کرسی امریکا و نفوذ دولت‌های غرب وارد این دولت‌ها شدن. البته گویم که از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی، کادری و غیره. لیکن در تاجیکستان و قرقیزستان این چیزها نبود، لیکن حرکت‌ها بود لیکن نشد. ما اگر نگاه کنیم همین پلتفرم دیپلماتی سال 2015 بین امریکا و مثلا 3-5 پلوس 1 مثالی که همین 5 دولت آسیای مرکزی و امریکا یا دولت ابرقدرت. بعد از این انگلا مرکل سال 2016 به آسیای مرکزی می آید. سال 2024 مثال کی می بیاید؟ دیوید کامرون می آید. از او قبلتر مثال با کاتب دولت امریکا انتونی بلینکن می آید. این سال به نزدیکی کی آمد؟ شولز، اولاف شولز این آمد. امروز از حسابی که نفوذ دولت غرب بالای آسیای میانه زیاد شده ایستاده است، من فکر میکنم که همین ترکتی که شد این روسیه این چیز با همون با خودشان انجام دادن و امروز بالای مهاجران تاجیک ظلم دارد که تاجیکستان و قرقیزستان از همون ملاقاتی که یا که پیشنهادهای دولت‌های ابرقدرت دست کشند و با اونها همکاری نکنند. من این گونه گفته میفهمم. برای چی؟ برای آنکه اگر که ترک نمیشد و قرقیز و تاجیک همین گونه ظلم میکردن، میکشتن، حتی که کشتارها هم بود، میبردن زندان میکردن، تهمت کرده، بعد چی میشد؟ در جامعه جهانی در دنیا نام دولت روسیه سیاه میشد. لیکن اینها ترکت استفاده کردن با این چیز امروز بالای حکومتی تاجیکستان قرقیزستان با همین مهاجرانی که امروز در این منطقه کار میکند که خیلی زیاده است با همین فشار کردنی هست. من این گونه کم به چی کردم؟ میخواستم که فکر شما رو همچون یک سیاستمدار تجربه دار، همچون یک گویم که دیپلمات بشنوم که شما در این مسئله چی گفتنیه، چی فکر و نظر خاصی شخصی شما برای من چی بود؟
ضرور بود. تشکر برادر عزیز، بسیار تحلیل خوب کردید شما. تقریبا چیز برای علاوه کردن نموند، اما یک دو نکته بسیار نازک دیگر دارد. یکم اینکه من چیزی گفتن نمیتوانم که ترک توی همون کراکوس سیتی رو خود مقامات روسی تشکیل کردن یا نه، اما همین را میدانم که اونها معلومات داشتن. اگر خودشون تشکیل هم نکرده باشن امکانیت دادن که اون عملی شود و منفعت دار بودن برای این. چرا؟ برای آنکه پوتین برای یک تغییرات هم در مقامات و تغییرات در جامعه روسیه نیاز به چون یک حادثه ها داشت. سالهایی که من در مسکو بودم، در اکادمی میخوندم، جنگ یکم دیوم چچنیه بود و برای آنکه به چچنیه هجوم شود یک دو تا ترکیش‌ها در ریزان، در رستوف، در شهرهای گوناگون روسیه در بیناهای استقامتی تشکیل کردن. حتی بعضیشون رو بعد دستگیر کردن که خودی مقامات بودن و تا اینکه نظر و روحیه ملت روس رو طرف یک دشمنی بیگانه روانه کنند و اون وقت بحران اقتصادی در روسیه بسیار شدید بود و مردم دیگه درباره بحران و کمبود معاش اینا کمتر فکر کند، چون امکان ندارد وقتی که با شما یک خطر کلان تروریسم تهدید میکنند شما کمتر ناموس وطنداری داشته باشید، باید دیگه شکم گرسنه‌تون رو فراموش کنید و درباره بخطری دولت ملت صحبت کنید. و بنابر همین نیاز به این چیز بود و شاید که اجازه دادن که این حادثه شود و چون که خواهیم نخواهیم این جنگ اوکراین و تحریم ها بالای اقتصادات روسیه تاثیر میرساند، رسانده ایستاده است و مردم روسیه، خود روسا منظورم، این مردم تهجایی دیر یا زود بعد از اون که دیگر امکانیتی به اروپا سفر کردن ندارن، از بسیاری امتیازها محروم بشوند. بعد روسا بخواهیم نخواهیم یک ملت اروپایی هستند، ملت آسیایی نیستند و براشون طولانی در آسیا ماندن، در شرق ماندن، از غرب از اروپا کنده شدن خیلی از لحاظ روانی تاثیر منفی میرساند و این خواهی نخواهی تاثیرش رو در مناسبت مردم به حکومت پوتین خواهد رساند و پوتین شدیدا نیاز به پیدا کردن یک دشمنی قوی دارد، دشمنی که مردم روس بتواند قهر و غضب و ناراحتی خود را به سر آنها بریزد. بهتر از مهاجر، من حالا مهاجر تاجیک رو نمیگم، در عموم بهتر از مهاجر کسی دیگر رو پیدا کردن دشوار است که این نقش رو برای ملت به غضب آمده، برای ملتگراهای روس انجام دهد، این نقش رو بازی کند. خب وقتی که مهاجر باید هدف قرار بگیرد و حکومت روسیه کار رو طرز میکند که تمام غضب و نفرت مردم به همون ابیکت روانه شود، باز از بین مهاجرین کوشش میکنن گروهی را انتخاب کنن که از همه ضعیفتر است. نمیتواند حکومت روسیه اجازه نمیدهد که ملتگراهای روس یا پلیس روس علیه مهاجرین ازبک قزاق جنایت انجام دهند. چرا؟ برای که میرزیوف توکایف جواب میتین اینا کشورهای اندک نیستن، در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی تاثیر دارن، صاحب پول نفت و گاز دارن و امکانیتاشون بیشتر است در مقایسه با تاجیک قرقیز و آذربایجان هم همین خیال، ارمن و گرجی هم اجازه نمیدن. پس تاجیک از همه بیشتر، بعدا قرقیز بهترین نامزد گیم، بهترین ابیکت برای انا همون نقش قربانی را بازی کردن هست که باید ملت روس، پالیتسیسکی، کارمند مهاجرت، رسانه‌های ملتگرای روس همون قهر و غضب خودشون بالا اینها بریزن، عذاب دیان، حقارت کنن و یک کمتر از لحاظ روانی سبک شوند. شما اگر تاریخ بشریت رو ببینید، هر وقت که یک بحران می شود حتما اون ملت‌ها یک ابیکت هجوم رو پیدا میکنن. در اروپا هر زمانی که در طول تاریخ یگان بحران به وجود می آمد، یهودی کشی سر میشد، گنوسید یهودی‌ها، چیگان‌ها و یک ملت رو گناهکار میکردن. در جاهای دیگر هم همین بود و حالا در روسیه این نقش رو مهاجران باید ببازن. بنابر همین من بیشتر مسئله رو به این میبینم. اما
حالا تصور کنید که اگر کروک سیتی هم نمی بود آیا حکومت روسیه همین سیاست رو نسبت تاجیکا قرضا میکرد؟ من مطمئنم که میکرد. چرا؟ برای آنکه اون ببینید روسیه که میاد در اوکراین جنگ میکند عصبانی هست برمیگردد باید یک کس چون دوام 1 سال 2 سال او فقط پروند و کشت و حقارت کرد میاد در زندگی معمولی او باید 1 سال 2 سال دیگر تا ادپتاسیا شدن باید همین کار رو دوام بدهد و حکومت روسیه هم که خوب تجربه پیدا کردن میداند که این سرباز برگشته از جنگ باید این نفرت و قهر خودش رو بالای اگر مهاجر نریزد یا بالای همسایش میریزد بالای حکومت میریزد بالای یگان کسی دیگر این رو روانه میکند که به ضرر دولت میشه. بنابراین اجازت میدهد که رسانه ها ملتگراها و سربازان سابق مهاجرین رو هدف قرار دهند. یادتون هست وقتی که ارتش شوروی از افغانستان بیرون شد همون ارمیه چلم شوروی در افغانستان جنگ رو باختن. شوروی جنگ رو باخت مجبور شد که افغانستان رو ترک کند. جنگ رو با کی باخت؟ با مسلمان، با مجاهد، با گفت خودشون با دشمن و باسمچی، با همون احمدشاه مسعود و حکمتیار و دوستم و سیاف و با همین ها. و ارتش باخته شوروی رو حکومت مسکو نآورد در ریازن و ولادیمیر و کالوگا و در سنت پترزبورگ جا کند. برای چی؟ برای که اونها با یک نفرت باختن کار بسیار سخت است. اونها با اون احساس قصاص گرفتن میتوانند تا مسکو تا کرمل نزدیک است هجوم کنند. چخیلی که هم پریگوژین کرد وقتی که در اوکراین کار پیش نرفت ملتیق رو اتومات رو با طرف کرمل روانه کردن و قریب بود که کرمل رو مسکو رو بگیرن اگر پریگوژین رو به این شکل پیش راهش رو نمیگرفتن. و حکومت شوروی هم همون ارتش چلم شوروی رو که از افغانستان بیرون برآورد در آسیای مرکزی جو کرد در ترمیز و یک قسمش رو در 201 دیویزیا در تاجیکستان و به نزدیکی کرمل مسکو نآورد. برای چی؟ برای که میترسید اینا عصبانی اند، اینا حس انتقام دارن و بعد همگی یک مدت کوتاه اینها رو روان کرد به تاجیکستان. گفت خب شما که در افغانستان از دست مسلمان ها و تاجیک ها و مجاهدا و اسلامگرها شطح خوردید و مغلوب شدید، حاضر برای شما یک امکانیت خوب است که انتقامتون رو از حکومت تاجیکستان بگیرید، از اولین حکومت مردمی و حکومت ملی تاجیکستان با رهبری اکبرشاه اسکندروف و خب اپوزیسیون تاجیک هم قسما در اونجا بود و آنها هجوم کردند، تبلط دولتی با وجود آوردند، فرانت خلقی رو تشکیل کردند، امام علی رحمان رو به سر قدرت آوردند، تقریبا 200,000 تاجیک را کشتند. یک مقدار اون حس انتقامگیری کوچکوف و سربازان روس که از افغانستان با اون باخت و شرمندگی بیرون آمده بودند یک مقدار پایین رفت. تا امروز فخر میکند پالکون کوچکوف که من با سفارش مسکو و اسلام کریموف اون سربازانی که تشنه انتقام از اسلامیستا و از همون مجاهدا بودن در تاجیکستان این کار رو انجام دادیم و این آتش نفرت و انتقام آنها پایان رفت. دقیقاً همین کار رو حاضر در مسکو در روسیه نسبت کسانی که در اوکراین این جنگ رو میبازند خواهند کرد نسبت مهاجرین. این انتقام رو باید از یک خارجی باید بگیرن، از تاجیک، از قرقیز. برای این وقتی که من دعوت میکنم همیشه از تاجیکان که حتی طرفدار پوتین هم باشه، طرفدار جان سپرده رحمان هم باشه، این به شما کمک نخواهد کرد، چون موی سرتون سیاه است، پاسپورتتون شما نامتون احمد و رحمت و محمد و سلیم و کبیر هستید، تمام دیگر همین کافی است که شما را دلخواه ملتگرا و دسندی که الکش و نمیدونم یک آدمی مست و حالت شما رو تحقیر کند و این حتما خواهد شد. بنابراین من با تحلیل شما راضی هستم در عموم، اما یک بعضی ملاحظه‌ای بود که خواستم من هم اضافه کنم. سلامت باشید. تشکر زیاد. برادر عبدالله و شما هم تشکر زیاد. زنده باشید. یک نفر از واتساپ زنگ زدن، حالا گوش کنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. میخواستم با مهمان برنامه شما یک سوال دیم که الکی جوابش رو گرفتیم. یک پیش از من یک کس این سوال داد درباره همون
زومبی شدن مردم مثل حتی استاد کبیری همون کریش ملی رو هم مثال آورد در اینجا. خوب من این سوال دادنی بودم که خوب الکی دادم. آیا استاد محیدین کبیری فکر نمیکنند که در جامعه ما این کار مثل نمیشدنی است؟ برای اینکه خب هر کسی که تماشا میکنه تحت تعقیب قرار میگیرد، حکومت اون بازداشت میکنه، پس پنجره میبرد. این کار به فکر شخصی من این کار نمیشدنی هست و باید از این دیگر اصول ها استفاده کرد. آیا آقای محیدین کبیری در این باره چی نظر دارن؟ و چند سوال دیگر هم دارم و نوبت. برادری عزیز، من فکر نمیکنم که این کاری نمیشدنی هست. البته منم وقتی آخر به این قناعت رسیدم که با این کار با تنهایی نمیشود، باید در پهلوی این باز کارهای جدیتر دیگر را هم روی دست گرفت. ملت ما این حق را دارد. ملت ما علاقه تمام این مرحله ها را گذشت، تمام وسیله ها را استفاده برد و ماند همین که دیگر ملت برگردد به میدان. و وقتی که میدان میگم دیگر خودتان میفهمید که میدان با دست خالی و با این قلم نمیشود دیگر. ولی میدان قلم هم هست. این معنی ندارد که ما اگر در فکر میدان باشیم دیگر قلم و سخن را ترک کنیم. نه، این کار را باید دوام داد، حتی باید سخت‌تر کرد. بخصوص کسانی که اهل میدان نیستند، بیشتر اهل سخنند، اهل قلم هستند، کاری آنها باید دوچند دهچند شود و در پهلوی کسانی باشند که در میدان هستند و در میدان خواهند بود. بعضی کسانی هستند که تا اون روزی که شرایط پیش مهیا شود در میدان قلم و سخن هستند، بعد می روند به میدان واقعی، یعنی اهل همه کار هستند. بعضی کسانی هستند که یک زمان در میدان واقعی بودند اما شرایط تغییر کرد، آمدند به میدان سخن و قلم. بعضی کسانی هستند که اهل هر سه هستند. ما همه گونه افراد رو داریم. من فکر میکنم که ملت تاجیک قربانی های زیاد داد، صبر زیاد کرد و تمام این مرحله ها را گذشت، اثبات کرد از خودش که یک ملت صلحجو و آرام و با صبر هست. اما صلحجویی ملت تاجیک، صبر ملت تاجیک، تحمل پذیری ملت تاجیک را به حدود، به مرز خیال کردن و خیلی سوء استفاده کردن از این صفات های خوب ملت تاجیک. من فکر میکنم که ملت تاجیک یک بار دیگر باید اثبات کند که در برابر آن که بسیار صلحجو هست، آرام هست، با صبر است، با تحمل هست، باز با ناموس هم هست، با غیرت هم هست. ملت تاجیک هم فردوسی دارد که اهل سخن بود، هم رودکی دارد، هم ابن سینا دارد که اهل علم و قلم و سخن و شعر بود، عمر خیام دارد، سعدی و حافظ و عینی و اینها را دارد. ملت تاجیک باز هم کاوه آهنگر دارد، هم رستم داشت، هم سیاوش داشت، هم مقنع و ابو مسلم خراسانی داشت و هم واسع داشت که علیه ظلم قیام کرد. و ما هم این برادران و قهرمانان زندانی امروزه را داریم. ما چرا همیشه برای خودمون قهرمان و الگو را از تاریخ جستجو کنیم؟ من به شما با کمال مسئولیت این را میگویم که جسارت و قهرمانی برادران شهید ما، استادان شهید ما، برادران زندانی ما، برخی از برادران مهاجر که امروز باز هم قلم و سخن را در زمین نماندن و فردا لازم شود سلاح را هم به دوش خواهند گرفت، قهرمانی و بزرگی و شهامت اینها از گذشتگان ما در تاریخ کم نیست. بنابراین برادر عزیز، من به این نظرم که این کار به تنهایی کافی نیست، اما مهم است. ما باید ادامه بدهیم و همزمان در فکری کارهای جدی باشیم که این خداوند روزش را بیارد، افراد مناسبش را بیارد، اون کارهای جدی هم در میدان شروع خواهد شد. اما بعد اون وقت ما میبینیم که کی اهل عمل است و کی اهل سخن و اهل فقط دعوا. من چرا میگم؟ من برادر عزیز، شاید خیلی از برادران همسنگر و همصف ما
این حرفای ما رو در همین صحبت باز بشنوند، چون من این صحبت ها رو در بعضی صحبت های خصوصی هم کردم. خیلی از برادران همیشه میگفتن که کبیر یک دیپلمات است، کبیر یک تاجر است، میتواند خوب تجارت کند، دیپلمات خوب است، سیاستمدار خوب است، صحبت های خوب میکند، اما چرا درباره مبارزه و میدان صحبت نمیکند؟ کبیری از حد زیاد صبر دارد، کبیری فقط با همین گپ میخواهد مبارزه برد، اهل میدان نیست. من میگفتم که اگر وقتش بیاید و ساعتش بیاید بعد میبینیم چیکار می. وقتی که ما صحبت های جدی رو آغاز کردیم چند مدت شد، همون برادرانی که خیلی دعوا میکردن میگفتن که با من میگفتن که با این روش و با این صحبت های خودت نمیشه، باید یک کار جدی رو روی دست بگیریم. من دیده ایستادم که عقب نشینی کرده ایستادن دیگر، اونها آیسته آیسته باز بهانه های دیگر آورده ایستادن. پس معلوم میشود که همون آدمی که سخن میگوید، همون آدمی که می نویسد، باز روزی در کاری باز در میدان همون آدم هم هست. اما اونهایی که فقط شعار میپرتاین و کمبودی جستجو میکنن، بعد روزی که روزی میدان باشد با گفت شاعر، آن نه من باشم که روزی جنگ بینی پشت من، آن منم کاندر میان خاک و خون بینی سره. دوام شعر خیلی طولانی است. خب میدان باید نشان بدهد. بعضی ها آدمان آرام و معتدل هم در میدان باز آرام و معتدل کار رو دوام میدن. آدمانی که فقط شعار میپرتن در وقت میدان هم شعار پرتوی، در وقت آرامیش هم به شعار پرتوی مشغولن. خب درست شما قید کردید، چون که حکومت دیگر همه درها رو بست به جز همین در زوراوری. خب من همین گونه با فکر شخصی من، چون حکومت تمام درها رو بست، فقط همین در رو هم بست و این کار کرد حکومت که جز از همین سلاح و خون و زوراوری دیگر کار برای مردم نگذاشت. خب شما فکر نمیکنید که هر سال که گذرد این روند طولانی شود، اگر باز هم مشکل تر می شود؟ بله، احتمال دارد که با گذشتن سال این روند طولانی تر می شود. و ببینید من یک چیز رو به شما بگم، همین سال گذشته و این سالهای آینده اوج قدرتگیری دیکتاتور در سراسر جهان بود. دموکراتیا، آزادی بشر، حقوق انسان، آزادی خواهی در سراسر جهان عقب نشینی کرده ایستاده است. می شود گفت که یک وقتی طلایی دیکتاتورها آمده ایستاده است. در اروپا، در غرب، پاپولیست‌ها و ملتگراها سر قدرت آمده ایستادند، مثل ترامپ، مثل در ایتالیا، در خیلی از کشورهای اروپایی حزب و حرکت‌ها و رهبران سر قدرت آمده ایستادند که اینها میگن که ما فقط به کشورهای خودمان کار داریم. در تاجیکستان، در اوکراین، در افریقا چی میگذرد؟ با ما چی؟ در اونجا دیکتاتور است، بگذار دیکتاتور باشد، ملت خودش مبارزه نبرد. چرا من با رحمان مناسبتم رو بد کنم؟ چرا با پوتین بد کنم؟ چرا با فلان دیکتاتور بد کنم؟ آیسته آیسته در تمام دنیا این گونه افراد سر قدرت آمده ایستادن که دیگر میگن که ما با این دیکتاتورها همکاری کنیم، تجارت کنیم، درآمد بگیریم، دموکراسی رو، حقوق بشر رو فقط در کشورهای خودمون کنیم. اون ملت ها اگر میخواهند آزاد شوند، مرحمت کاری خودشون، ما کمک نمیکنیم، ما یگان برنامه نداریم. و وضعیت ما در منظورم آزادی خوان در سراسر دنیا، آفریقا، آسیای مرکزی خیلی در آینده دشوارتر خواهد شد. چین قدرت گرفته ایستاده است، روسیه قدرت میگیرد، کشورهای بریکس قدرت گرفته ایستادن، کشورهای دموکراتی عقب نشینی کرده ایستادن. ولی من راضیم که آیسته آیسته در آینده وضعیت باز بدتر و بدتر خواهد شد، اما این برمیگردد به آن که ملت ما چگونه رفتار خواهد کرد. اگر ما فعالیت کنیم، ملت بیدارتر شود، جوانان غیور بیدارتر شوند، شاید که دیگر ملت خودش به پا خیزد. ولی برادری عزیز، نابسته از آن که در دنیا چی میگذرد، دیکتاتورها چی کار میکنن، شرایط بد میشود یا بهتر میشود، ما مسئولیت خودمون میدونیم که این کاری خود رو ادامه بدیم. حتی اگر یک نفر هم باقی بماند، حتی هم یک نفر هم نباشد، خودم تنها باقی مانم،
البته انشالله که تنها باقی نمیمونیم. ما صدها هزارها برادران داریم که امروز در پهلوی ما هستند و در آینده هم خواهند بود و امیدواریم شمارهشون بیشتر و بیشتر خواهد شد. اما بله باید که آماده بود که وضعیت میتونه در آینده سخت‌تر و دشوارتر شود و امتحان هم همین است. اگر مبارزه آسان می بود، اگر مقاومت آسان می بود، آزادی با آسانی به دست می آمد، برادران امروز در پهلوی ما میلیون ها آدم می ایستاد. همون که در پهلوی ما آدم کم است، برای آنکه این راه دشوار است، راه خطرناک است، نه همه غیرت و جسارت دارد که بیاد برای آزادی خودش و ملتش و کشورش مبارزه برد. سلامت باشید استاد. یک نفر با نام بیسیویتی میخوان صحبت کنن، به شما سوال بدم. بیسیویتی بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. پیش از صحبت شما اینجا چند نفر به من خودم هم شخصا چند سوال ها فرستاده هستند. از حکومتی یکی از ولایت ها گفته 3 سوال اومدگی است. از داخل حکومت بسیار به شما مراجعت دارد استاد و همچنین باز از واتساپ هم زنگ زده ایستادن. شاید طولی زیاده از 2 ساعت صحبت میکنیم. چقدر دیگه میتوانیم از شما استفاده کنیم استاد؟ من فکر میکنم اگر یک 10-15 دقیقه دیگر هم صحبت کنیم کوتاه‌تر، بعد اگر لازم باشد باز خیلی در خدمت هستیم. باز صحبتی آخر ما نخواهد بودیم، حتما صحبت میکنیم. بیسیویتی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. امیره گفتم این برنامه‌تون بسیار کنید خوب میشده. یکم سوال من همین که چرا شما تو حوزه نیتو شما می ویس همین مخالفون نمیتونید دریافت کرده که صداتون کنده شد برادر عزیز، ما نفهم میگه. صداش نیست این برادر کو. برادر صداتون نیست. میکنه دگی جو صرف بکنه. برادر سوالتون رو از نام مطرح کنید چون ما شما رو نشنیدیم. یکم سوال من همین که چرا مخالفان پولی همین که توجیکستان منم پول دارم، منم اولاد پرزیدنت دگی جوب چند پول دارم هیچ کی دانیش ندارد. و دویم سوال من همین که چرا همین قد دولت ها پول میگیرن، قرض میگیرن و پولوی بیزبوشگاز میتیان دگی ساخت میشه هیچ کی نمیدوند. و سوم سوال ما همین که همین نالوگ توجیکستان دگی ساخت میشه که تمام راه خلق سوزه، مکتب خلق سوزه و یعنی چاست خلق سوزه، دولت چی میسوزه در همین توجیکستان. بعد برای چی تو حضور ما همین ابلا و ابای نمیبرورد؟ چی سبب دارد همین خدمت؟ سلامت باشید. برادر عزیز از آخر شروع کنم. همین ابلا رو چند مرتبه من صحبت میکنم. حتی اخیراً وزارت دفاع پیشنهاد کرد و پارلمان قانون قبول کرد برای آنکه مردم پول سپارن از خدمت آزاد شوند و اون پول به معاش سربازان رود یا افسران رود که در ارتش خدمت میکنن. ولی بازم ابلا رو از بین نبرد همین اقدام هم. همین لایحه قانون رو من 10 سال پیش در پارلمان خودم پیشنهاد کرده بودم. عجیب است که اون وقت رد کردن، گفتن که امکان نداره در تاجیکستان این قانون قبول شود. پیشنهاد ما رو رد کردم، بعد 10 سال قبول کردم و خدا را شکر. اما من اون وقت پیشنهاد کردم که معاش سرباز نه کمتر از $100 در یک ماه باشد، نه کمتر تا $200 میتواند باشد و پول از کدام حساب می آید؟ از حساب کسی که خدمت نمیکند و پول میسپارد و اون پول به معاش سرباز می شود. شاید با همین راه ما بسیاری کسانی که روسیه می روند کار کنی بیان در ارتش خدمت کنند، معاش بگیرند، برای پدر و مادرش کمک شود و دیگر نیاز به ابلا نمیموند. ولی نمیدونم چرا قانون رو چنین قبول کردن و باز ابلا دوام دارد. اما سوال های دیگرتون که چرا این پول ها را کسی نمیداند و چرا مردم میسازد حکومت نه، دوستی عزیز،
در یک دولت دموکراتی تمام پول ملت نه تنها در اختیار ملت است، در زیر نظارت ملت است. حساب و کتاب هست، کنترل هست، پارلمان کنترل میکند، مردم کنترل میکند، حزب‌ها کنترل میکنند، از همه مهمش رسانه‌ها کنترل میکنند. در یک دولت دیکتاتوری رحمان به کی اجازت میدهد که او را کنترل کند؟ معاش خودش رو اعلان نمیکند، ملت حق ندارد بداند چه خیلی اون ملت جستجو میکرده است، میدانسته است که رحمان پولها را در کجا پنهان میکند، چه صرف میکند. بعد برادر عزیز، ما سوال اول دادید که چرا مخالفین پیدا نمیکنند که پولهای رحمان خانواده در کجاست؟ مخالفین همین قدر پیدا کردن، همین قدر میدانند که در مثلا در افشارهای پناما، در افشارهای کیپر، در بانک‌های شویتزاریا میلیاردهای خانواده رحمان هست. اما در کجای دنیا شما دیدید که مخالفین این کار رو کنند؟ این کار رو ژورنالیستان مستقل میکنن، این کار رو مرکزهای تحقیقاتی میکنن. همین کماند ناوالنی که تمام بایگری پوتین و مدودوف و دزدیای آنها رو آشکار میکند، اینا یگان تا سیاستمدار نیستن، اینا همه ژورنالیستن، اینا همه فعالان جامعه مدنی هستند. اونا خودشون رو سیاستمدار، حزب سیاسی، اپوزیسیون سیاسی نمیگن، اینا میگن فوند بربیس کروپسیه، یعنی یک سازمان جمعیتی است. ولی در تاجیکستان ما فقط دنیا تقسیم شده است به حکومت و اپوزیسیون. کار دنیا رو باید یا حکومت کند یا که اپوزیسیون. اپوزیسیون که در اختیارش بودجه ندارد، کماند ندارد، در اختیارش مثلا حتی جرأت نمیکند از ملت پول طلب کند برای معاش دادن کارمندان رسانه‌ای و برای دیگر فعالیت‌ها. حالا مثلا ما بیایم که ملت بیاد مثلا $100 از مردم جمع کنیم، $10 $5 تا اینکه یک کماند تحقیقاتی رو سازمان دیگه مثل کماند ناوالنی و دنبال پول‌های رحمان بگردن. این مبلغ میخواهد، این معاش میخواهد، این کامپیوتر و تکنیک میخواهد. آیا ملت ما آماده است که این کارو کند؟ و اگر همین کارو ما دعوت کنیم میگم باز برای کیسه‌های خودشون از مردم پول جمع کرده ایستادن. این کارو دوستان عزیز باید که رسانه‌های مستقل کنند. ما کم کم برادر عزیز وقتی اون رسیده است که از کسانی که میبخشید زبانی دراز دارن در شبکه‌ها فقط تنقید اپوزیسیون میکنن، اپوزیسیون هیچ کار از دستش نمیاد، اپوزیسیون نمیتونه، بعد میگه که شما چی کار هستید؟ من کارشناس مستقل، من روزنامه‌نگار مستقل، من نمیدونم بلاگر مستقل، من یک فعال جامعه شهروندی. خب اگر فعال جامعه شهروندی هستی، اگر بلاگر هستی، اگر ژورنالیستی و کارشناس مستقل هستی، خودت چی کار میکنی؟ فقط کار تنقید؟ فقط کمبودی افتن؟ و برای تا یک تحقیقات ژورنالیستی کن، پیدا کن که برای چی؟ برای که بانک‌های جهانی، سازمان‌های بین‌المللی وظیفه دارند که با یک روزنامه‌نگار، با یک سازمان غیر دولتی معلومات رو بدهند. اگر ندهند، این روزنامه‌نگار، این سازمان غیر دولتی به دادگاه مراجعه میکنند. اما با یک اپوزیسیون، با حزب سیاسی هیچ کس نمیدهد، وظیفه دار نیست. برای ما دشوار است این معلومات رو پیدا کردن. البته معنی ندارد که ما جستجو نکنیم، باید جستجو کنیم، اما برادر عزیز یک کمتر طلبات ما رو از دیگر بخش‌های جامعه هم سخت‌تر کنیم تا اینکه اونها هم فعال شوند. صدات نیست شوکت جان. سلامت باشید استاد. یک نفر نوشتهش به واتساپ، من از حکومت یکی از ولایت ها گفته، از کدام ولایت بودنش نگفته است، لیکن نوشتجاتش هم استاد اینقدر با آدمی کارمند حکومت نیست. به هر حال من میخونم. من از حکومت یکی از ولایت ها می نویسمتون، در حکومت پانیک است که مخالفان سختی بد رفتستند. چند دوستم پولی در بانک داشتگیش رو نلیچکه کرد. آیا این حقیقت دارد که مخالفان میزنند؟ اگر چنین شود ما چگونه داریم که از تاجیکستان گریزیم؟ والا من قسمتی اولی سوال رو راست گپ نمیتونم جواب گفته. اگر همین صحبت کردن و گپ زدن ما رو اونها به معنای زدن فهمیده باشن، خب پس بله صحبت کرده ایستادیم.
اما بله مردم دیگر گفته ایستاده است که ما گپ زدن بس، دیگر به یک کارهای جدی باید آغاز کرد و ما هم راضی هستیم به همین. ما هم در این باره صحبت کرده ایستادیم و البته پیش از یک کار کردن، حالا هیچ کس ما وعده کرده نمیتونیم که کی در کجا چی خیل عمل میکنیم و اگر مبادا هم بعد از چند مدت دیدیم که نه شرایط و وضعیت به اون طرز نیست که ما وارد یگان کاری جدی شویم، باز با مردم خواهیم گفت. یعنی ما نه از کسی شرم داریم نه از کسی میترسیم و خودمون رو تنها در نزد ملت جوابگر میدونیم که با مردم صادق باشیم، صمیمانه صحبت کنیم. امروز که به این نتیجه رسیدیم که باید یک کار جدی رو فکر کرد، راه اندازی کرد، با مردم آشکار گفته ایستادیم و اگر مردم همین رو بخصوص کارمندان حکومت همین رو یک نشانه یا که پیام برای زدن فکر کردند و آمادگی دیده ایستادن برای گریختن، خب پس حق دارن. یعنی بدانند، تیار باشن که ملت دیگر دیر یا زود میزند، دیر میزند اما خوب میزند اگر زد. اما سوال این که اینم باید بگم، اگر وقتی که باز خودمون به این قناعت رسیدیم که نه حالا شرایط نیست و حتی همین گفتگوها هم در این باره باید که بر وقت تصمیم نگیریم، باز به مردم میگیم که مردم ما نتیجه تحقیقات و فکر و تحلیلمون همین شد، حالا بر وقت است. امروز گفته ایستادم که دیگر بر وقت نیست، دیر شده ایستاده است، یک کمتر ملت باید که در فکری مبارزه جدی باشد. اما اینکه شما چه گناه کرده اید که بگریزید، برادری عزیز گناهتان رو خودتون میدونید. اگر گناهی ندارید، هیچ دلیل برای گریختن ندارید، بیستید، نگریزید، با مردم خدمت کنید، کمک کنید، با ما کمک کنید. وقتی که مردم خست در پهلوی مردم باشید و ملت تاجیک اونقدر شهامت و جوانمردی دارد که کسانی را که در لحظه های دشوار به ملت کمک کردن به طرف ملت گذاشتن اونها را ببخشد و فراموش نکنند. اما اگر احساس میکنید که نه جنایتتون گناهتون به حد هست که دیگر نگریخته نمیتونید، دیگر این تصمیم از شما هست. اما در عموم من نظرم این است که اونهایی که باید در فکر فرار کردن باشن، به فکرم شمارهشون از 10-20 نفر، حدی اکثر 50 نفر بیشتر نباید باشد. یعنی اونا خودشون میدونن کیا هستن و اکثری مردمی که در حکومت کار میکنن، اکثری کسانی که امروز حتی در سطح جنرالی و حتی بعضی وزارت ها هستند، اینا انسان‌ها هستند که دیگه کار خود رو انجام داده ایستادن و جزء سیستم هستند و شاید در آینده به ملت خدمت کرده تا اونن. اینا هیچ ضرورتی برای فرار کردن ندارن. این را هم بگم که متاسفانه حکومت جمهوری تاجیکستان در این وقت‌های اخیر خیلی معلومات ها را و خیلی دروغ ها را، تهمت ها را با راستا آمیخته کرده درباره منصبداران، درباره مقامات، درباره وظیفه‌داران، با بلاگرها و با اپوزیسیا و با بسیاری از رسانه ها به بیرون فرستادن. برای چی؟ برای آنکه در این باره از طرف اپوزیسیا، بلاگرهای ما، از طرف رسانه های ما گفته شود و بسیاری از منصبداران و مقاماتی که در اونجا واقعا دزدی دارن، خب جزء سیستم هستند، اون سیستم هم مجبور میکنه که او بدزده. اینا فکر کنن که مادامی که اپوزیسیا درباره آنها گفته ایستاده است، مثلا درباره 80% منصبداران امروزه تاجیکستان در دست اپوزیسیا معلومات هست، از دزدی‌ها، از زندگی شخصی، خانوادگی، کمبودیاشان. و این را کی میکند؟ خانواده. این را کی میکند؟ امنیت، پروکراتورا. برای چی میکند؟ از بالای اونها میفرستد برای اینکه ما در این باره گپ زنیم و اون مقامداران اینا فکر کنن که خب اپوزیسیا دشمنی اونها است، اگر بیاد همه اونها رو یا زندانی میکند یا بیرون از وطن میکند. و این مخصوص کرده شد و متاسفانه ما دیگر نمیتونیم پیشروی همه رو بگیریم. وقتی که معلومات میاد، بلاگر مستقل است، صاحب کانال مستقل است، بدون توقف همه چیز رو نشر کرده ایستادن و 80% منصبداران تاجیکستان
در بین انتخابی بد و بدتر موندن و مجبورند که مجبور میشوند که طرفداری حکومت رو کنند. اینها بدونن که نه، چنین نیست. اون همه کاری که درباره آنها کرده شد و گفته شد، شک در آن نکنند که این کار دست خود مقامات بود. معلومات رو فرستادند و شما را خواستند که از ملت، از مردم، از اپوزیسیون جدا کنند و تا جای موفق هم شدند. امروز که خودتون درک کردید که کاری کیا است و آینده باید شما در پهلوی ملت قرار بگیرید، از این به بعد دیگر دزدی‌ها کم شود، اصلا از بین برود، با مردم باشید، خدمت کنید. مردم انشالله که در پهلوی شما اون روز خواهد بود. تشکر زیاد. یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. الو، کایهو بود انتظار هستم. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر سلام علیکم. صدا رو میشنوید استاد؟ بله بله، صداتون هست. و علیکم السلام، بفرمایید. سلام علیکم محترم. خوب هستید؟ ما برای کلوب مقصد یکان روز معین بشود یا که مقصد همین گفتن شوکت جان، شما سوال را اگر فهمیده باشید به من رسونید، چون من نفهمیدم. انقلاب می شود یکان روز معین دارد، یکان روز معین اعلان می شود یا همیشه گپ زده میگردیم میگن؟ فعلا برادر عزیز همیشه گپ زده میگردیم، چون انقلاب چیزی نیست که اون از قبل اعلان شود. انقلاب میپزد، مردم خودش درک میکند و رهبران سیاسی هم درک میکنند که همون وضعیت انقلابی فرا رسیده است و مهم این که فرصت از دست نرود، همون مرحله انقلابی از دست نرود. اما اگر هر کسی بگه که من در بیرون میشینم و روز انقلاب رو اعلان میکنم و مردم خودش با سپارش من خیزد، پس یا سیاستمدار نیست یا با مردم بازی میکند و خودش رو امام خمینی و لنین و کدام انقلابیان مشهور عصر 20 تصور کرده است که البته انقلابی معاصر چنین نخواهد شد. انقلاب دلیل دارد، بهانه دارد، فضای مناسب دارد و استفاده درست از طرف مردم و از طرف سیاستمداران دارد. فعلا برادر عزیز باید اقلا 3% ملت تاجیک برای انقلاب آماده شود. حالا 1% هم نیست. ناراضی ها 80% هم، 70% شاید. این ناراضی هم، اما ناراضی خاموش، ناراضی ترسیده، ناراضیانه که میگوید مبادا از این بدتر نشود. و ما اصلا ملت که 3 تا 5% برای انقلاب آماده است، در اونجا انقلاب می شود. ما حداقل 1% داشته باشیم، بعد انشاءالله درباره روز ساعتش گپ میزنیم. استاد، یک نفر سوال داده است و گفته است نام من نگویید، اما از سوال مطرح کردگیم محیدین کبیر میفهمند که من کی هستم. گفته است که من به شما گفته بودم که شرافالدین گدای افراد در برابر خودت تو برابر خودت نبرار، لیکن گپام رو گوش نکردی، تو برابر خودت برآوردی، عاقبتش چی شد؟ من تقریبا شناختم این برادر کی هست و بله، 1 نفر نه، چندین نفر گفتن که خب این کار یعنی خطا هست. البته ببین، من شرافالدین رو یک انسان رو نمیشد به طور صنعی برابر کسی کرد. ما در پیمان ملی تاجیکستان نه تنها به شرافالدین، به همه امکانیت دادیم. خب یک برادر مبارز، یک کسی که دعوای مبارزه دارد، چرا نه؟ اما امروز این برادر گفته است که حال ما چی شد؟ حال ما چی نشده است. ما همین هستیم که بودیم و میمونیم. پرسیدن در کار که حال هم دیگران چی شد؟ خب ما وقتی که یک کس میآید میگه که من در پهلوی شما هستم و خواهم بود، ما حق نداریم بگیم که قبول نکنیم، بگیم نه، چون این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی بازا، یعنی این درگاه هست که این مبارزه مناپول نه کبیری است نه کسی دیگر. مرحمت هر کسی مبارز است،
بیاید. اما از این به بعد ما واقعا دیگر باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون نه هر کسی که دعوای مبارزه میکند و سیاست مداری میکند تا با آخر میایستد و شاید که اون دوستان فکر کنن که ما خطا کرده ایستادیم، راه و روش ما خطا است، شاید اونا برنامه بهتری داشته باشن. چرا؟ من همیشه برادر عزیز گفتم که در این صحبت چند روز پیش هم گفتم که یعنی این مثل یک پویزی هست که یک نفر در یک ایستگاه میفراید، یک نفر در یک ایستگاه دیگر میفراید، با چند نفر دیگر سوار میشوند و بعضی ها تا آخر در این پویز میروند تا ایستگاه آخر، یعنی تا پیروزی. بعضی دیگر میفروند در یک پویز دیگر سوار میشوند و حالا گفته نمیشد که خطا است و که خطا نیست. من همیشه به این نظرم، حتی به برادر شراف‌الدین هم گفتم، به دیگر برادران، که اگر در پیمان معقول نیست مرحمت بروند یک حرکت خود رو، یک مبارزه خود رو آغاز کنند، راه رو نشان بدهند، مطمئن باشند که از ما بهتر عمل کردن، نه تنها ملت، خودی ما هم میرویم میپیوندیم. اما تا اون روزی که این رو اثبات کردن نمیتوانند، ما نباید که یک مبارزه رو، یک پیمان رو از مسیرش بیرون کنیم و بنابر همین این امکانیت هنوز هست، یگان چیزی نشده است. میبینیم انشاءالله دعاگاه هستیم برای برادران، مبارزه کنند، هستیم و اگر خدا کند که کامیاب شوند، اگر کامیاب شدن به فایده همه، به فایده ملت، به فایده ما، به فایده اونها، بالاخره هدف ما مشترک است: دور کردن دیکتاتور، رساندن ملت به پیروزی. خب فرقش چیه؟ همون به دست من می شود یا به دست شراف‌الدین یا به دست برادران گروه 24 یا با وطندار یا با کدام یک سازمان دیگر، چه اهمیت دارد؟ مهم که این کار انجام شود. خب اون برادری که آماده نیست با ما همکاری کند، همراه ما برود، خیلی خوب، میدان وسیع است، میدان باز است، مبارزه رو برند، ما هستیم انشاءالله. هر وقتی که کار نتیجه داد، ملت خودش میبیند. حتی اگر ما نرفتیم، ملت خودش از گریبان ما میگیرد، میگه که برادر، همین آدم از خودت موفقتر عمل کرده ایستاده است، همین آدم بهتر است، آیا خوب نیست که رفته در پهلوش بیستی کمکش کنی؟ من جواب ندارم در اون صورت. اما تا اون روزی که این کار نشده است ما باید منتظر باشیم. سلامت باشید استاد. یک سوال دیگر، در یک سخنرانیتون که در حاشیه 27مین اجلاس بین المللی وحدت اسلامی در پایتخت ایران شهر تهران ضمن ملاقات با دانشجویان تاجیک گفته بودید هر کس ضد آموزه‌های مذهبی حنفی در منطقه آسیای میانه از جمله تاجیکستان فعالیت و تبلیغ میبرد، دشمن اسلام و ملت شناخته می شود. خود هم به همین نظر خود هستید؟ من یادم نیست کدام سال بود، ولی در جمهوری اسلامی ایران در حضور در قم بود به فکرم. من بعد یک سفر کردم به شهر قم جمهوری اسلامی ایران، در اونجا صحبت با دانشجویان، طلبه های تاجیکی در قم تحصیل میکردن، در اونجا این صحبت رو کردم که با نظر داشتی آن که ملت تاجیک در یک مرحله حساس ملت شوی خود قرار دارد، برای ما وحدت ملی بسیار مهم است، برای ما پراکنده کردن بیشتر ملت به مذهب‌ها و جریان‌های دینی دیگر در این مرحله ما نیاز نداریم و من به این اصلا خودی من در مسئله آن که یک نفر کدام مذهب را قبول میکند، شیعه و سنی میشود، البته نمیخواهم، من همچون یک سنی حنفی به فکرم باید طبیعی باشد که تحت دلم نمیخواهد که یک نفر از مذهبی من، از اهل سنت، از مذهب حنفی بیرون برایت گرایش به یک مذهب دیگر گرایش پیدا کند. همون طور فکر میکنم یک شیعه نمیخواهد که یک اهل تشیع سنی شود یا یک مسیحی نمیخواهد که یک نفر مسلمان شود یا یک مسلمان نمیخواهد که یک مسلمان مسیحی شود. به فکرم این طبیعی است، باید اینقدر در این مسئله سختگیر نباشه. منم این رو نمیخواهم، اما اگر یک نفر شد، حالا این رو یکم فاجعه نمیدونم. مثلا اگر یک نفر از اسلام بیرون شد، بله فاجعه شخصیش میدونم، خب خداوند دیگر گمراهش کرد میگم.
اما یک نفر مسلمان است مثلا رفت پیروی از مذهب شافعی کرد، پیروی مثلا مالکی کرد، حنبلی کرد، یا حتی گفت که من هر چهار مذهب رو قبول دارم. مثلا بسیاری از کسان جوانان نو یا پیروان جریان سلفیه یا حتی بدون سلفیه میگن ما حالا بعضی دلیل های داریم که در اینجا مثلا نقطه نظری امام حنبل بهتر است، امام شافعی، امام مالکی، اشکال نداره در این مسئله. اما ملت سازی چیزی دیگر است. ما مسائل شخصی، مسائل مذهبی رو از مسائل ملت سازی باید جدا کنیم. من نظرم این بود و حالم این است که در شرایطی که ملت سازی ما ادامه دارد، هنوز ضعیف است، اگر یک نفر خودش در نتیجه تحقیقات شخصیش آمد گرایش به این یا آن مذهب کرد، من مشکلی رو نمیبینم، این کار شخصیش است. اما اگر یک گروه، یک کشور، یک سازمان، یک جریان مذهبی بیاید در کشور من در این حالت ضعف، در حالت پراکندگی، در حالتی که اکثریت مسلمانان سنی حنفی تحت فشارند، پول ندارند، مکتب و مدرسه قوی ندارند، دانشگاه ندارند، یک کشور دیگر، یک سازمان دیگر، یک مذهب دیگر با پول بسیار، با امکانات بسیار بیاید فرزندان ملت ما رو، فرزندان مذهبی ما رو، اهل سنت رو تبلیغ کند به مذهب خودش، به جریان خودش، من این کاری دست جمعی هدفمند رو ضربه زدن به ملت، به مذهب خودم میدونم. میدونستم، هنوزم میدونم. باز تکرار میکنم، اگر یک نفر به قناعت شخصی خودش رسید، من او رو احترام میکنم. اگر افسوس هم بخورم میگم من افسوس میخورم، ولی احترام دارم، انتخاب شخصی خودت است. من تو رو نه دشمن میدونم نه ضدت فعالیت میکنم. اما اگر بینم که ملت من خودش بینم در پراکندگی، در مهاجرت، توسط اینترنت و فیسبوک و یوتیوب تبلیغات گوناگون تکفیری و مذهب‌های گوناگون و دین‌های گوناگون و بدینی و تمام انواع تفکر ضد دینی و ضد ملی بالای ملت من ریخت است. ملت کمبغل قشنگ باید گروه دیگر بیاین هدفمندانه مرکز تبلیغی باز کنن برای مذهب خودش، حتی اگر مسلمان هم باشه. من میگم که این کار برادر عزیز علیه ملت شوی ما هست، چون ملت ما در همین شب و روز نیاز به آن دارد که متحد باشد، اختلافی کمتر داشته باشد. و ما مثلا وقتی ملت تاجیک میگم، منظور ما همون فقط یک سنیای حنفی نیست. ما برادران شیعه اسماعیلی داریم که حتی برادران شیعه اسماعیلی ما قبل از آن که ما حنفی شویم اونا اسماعیلی بودن، یعنی اونا قدیمی ترن. چون ما حالا دلیل واضح و قاطع نداریم که مثلا مذهب حنفی در سرزمین ما کی وارد شد، چون دلیل های زیاد داریم که خیلی از بزرگان ما پیروی از مذهب شافعی میکردن در همین ماوراءالنهر و خیلی از علمای ما. و بنابر همین من مسئله رو از این نگاه میبینم و بله این صحبت رو کرده بودم. اصلا ببینید وقتی که خود من که با یکی از متهم های آن هستم که حتی شیعه شدم و شیعه گرایی رو در تاجیکستان رواج دادم و این آن، وقتی که من در قم در یکی از مرکزهای اساسی علمی اهل تشیع این صحبت ها رو در اون سالهایی که در تاجیکستان بودم کردم و حالا این دوستان از کجای پیدا کردم و حالا من متهم به شیعه گرایی میشوم، من فکر میکنم یک کمی بی‌انصافی است. کاش هر یک مبارز و وطن دوست و هر یک مسلمان سنی حنفی بدون تحقیر، بدون رسیدن به عزت نفس کدام مذهب دیگر، کدام مسلمان دیگر، در رو به رو آشکار در حضور بزرگان، در همون صحبتی که من کردم آیت الله نشسته بودن، خیلی از شخصیت‌های اهل تشیع نشسته بودند و آنها به خود این را کشیدند که من به آنها گفته ایستادم که یعنی فرزندان تاجیک را با این شکل در این شرایط بهتر است که تبلیغات نشود. اگر کسی خودش به قناعت رسید کاری خودش. خیلی از من ناراحت شدن و حتی یادم هست که من بعد وقتی خواهش کردم حداقل 10 کامera نوار میگرفت، 10 ویدیو کامera از دانشجویان و رسانه ها نوار میگرفت. بعد من خواهش کردم که حداقل یک نوار همون صحبت رو با من بدهید، همون سوال و جواب همون صحبت رو با من تا امروز ندادن.
و من تا این روز ندارم همون رو. و حتی همون بعضی دوستانی که در همونجا بودن از دانشجویان تاجیک هم ثبت میکردن، وعده کردن، متاسفانه تا این روز نرسوندن به من. چرا ببینید، من این را با فخر میگم که همچون یک مسلمان برادروار گفتم، همچون یک سنی، همچون یک حنفی خیلی برادروار گفتم و همچون یک تاجیک گفتم. از نقطه نظری تاجیکیتم برای دولت و ملتم، اگر ملت ما به یک مرحله برسد که از لحاظ آگاهی دینی، آگاهی سیاسی، ملت شوی به یک درجه برسد که دیگر آسیب پذیر نیست، باور کنید من دیگر میگم خب میدان از دلیر است. بیاد سنی هم تبلیغ کند، شیعه هم تبلیغ کند، نمیدونم سلفی هم تبلیغ کند، تبلیغی هم تبلیغ کند، من ترس ندارم. برای چی؟ برای که ملت آگاه است، ملت بیدار است. ملت به خاطر شکم و پول و به خاطر کدام مثل اروپایی ها اگر مسلمان شوند به خاطر پول مسلمان نمیشوند. شما در همه اروپا شوکت جان هستید میدونید خیلی اروپایی ها مسلمان میشن، قناعت شخصی. اما در کشورهای کمبیزاعت خیلی ها به خاطر شکم، به خاطر پول از دینشون دست میکشن و در تاجیکستان ما هم همین است. و من نمیخوام در این مرحله ما در تبلیغ دینی رو باز کشاییم، چون که سوء استفاده می شود. اما رسیدیم به یک درجه بلند اقتصادی و فکری و سیاسی، بعد مرحمت درها رو باز مونید مثل اروپا، کسی مسلمان میموند، کسی شیعه سنی است، یک کاری خودش. نظری من همین است. بسیار خوب. یک سوال به همین مانند گفته است که مضمون میگم دور دراز نیست، همین مضمون میگم گفته است که کبیری به ایران فقط با گالستوک می اومد، در اینجا گالستوک رو خوش ندارن. همین گالستوک چی فایده داشت که به همین ایران زده نمیرفت؟ اساسا خود کبیری سبب شد که ایران نهضتی ها رو بد دید و حالا مناسبتش با حکومت خوب شده است. همون گالستوک کبیری همه جا رو ویران کرد. ببینید در سیاست کلان گالستوک کبیری پیش رایگان همکاری رو نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان مسیحی رابطه خوب دارد، با حکومتداران ارمنستان همشون گالستوک میبندن و با همه کشورهای امریکای لاتینی همکاری خوب دارن. اونا مسلمان نیستن، همش مسیحی کاتولیکن اکثرا. با جمهوری مردمی چین رابطه خوب دارد که اصلا نه مسیحی نه دیندارن نه مسلمان، همش کمونیست هستن، رابطه خوب دارد. یک گالستوک کبیری پیش روی مناسبت های ما رو نمیگرفت و نمیتوانست بگیرد و جمهوری اسلامی ایران میتواند با یک ریشدار هم، مثلا خیلی از سلفی ها و خیلی از کسان دیگر که همین گپ واقعیت داشت که واقعا شما در ایران هم خیلی با گالستوک بله من با جمهوری اسلامی ایران وقتی که میرفتم، من اصلا زیاد گالستوک در خارج نمیپوشم. من وقتی با جمهوری اسلامی ایران میرفتم در بسیار ملاقات ها و کنفرانس ها گالستوک میپوشیدم میرفتم. برای چی؟ برای آنکه در تاجیکستان وقتی گالستوک میپوشیدم من میخواستم که جمهوری اسلامی ایران مرا همون طوری که هستم با من کار کند و قبول کند. من نمیخواهم که در تاجیکستان یک چهره داشته باشم، جمهوری اسلامی ایران بروم یک چهره داشته باشم، امریکا رفتم یک چهره دیگر، روسیه و خیتای رفتم باز یک چهره دیگر. من همون هستم که هستم، با همون گالستوک، با همون لباسی که در تاجیکستان میگشتم در تمام دنیا با همون میگردم. همین مثلا خیلی ها میگفتن که چرا ریش نمیمونی رئیس نهضت اسلامی تاجیکستان شدی؟ میگفتم من قبل از آن که رئیس شوم ریش نداشتم. مرا برادران و خواهران نهضت اسلامی تاجیکستان با همین گالستوک و با همون ریشی تراشیدن. بعد از استاد نوری ریشدار و سالادار و تاقی و جامدار مرا رئیس حزب انتخاب کردن. خب چرا مرا همین که قبول کردن نهضت اسلامی تاجیکستان، چرا من بیام حالا چهره‌ام رو دیگر کنم به خاطر آنکه من مثلا رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شدم؟ من این رو ببینید در اول خیلی ناراحت بودم. با من حتی یک دو بار در جمهوری اسلامی ایران گفتن که خب ما میدونیم، ولی در این جلسه‌ای که شما ملاقات میکنید رهبری دولت هست، مثل آدمان کلان است،
مثال حداقل در همون جا بگیرید. من میگفتم که ببینید من نمیخواهم کسی رو فریب کنم. بگیرید میگفتن بله یعنی همون گالستوک رو بگیرید میگفتن. یعنی یک توصیه های دوستانه برادر اونایی که خیلی یعنی توصیه های دوستانه میدادن، من صمیمیت اونها رو شک نداشتم، اما من میگفتم که نه این من حتی بعضا میرم در امریکا در اروپا گالستوک نمیبندم. مثلا در همین 9-10 سال اخیر من شاید خیلی به ندرت گالستوک میبندم. در ملاقات های رسمی هم در همین صحبت های آنلاینی هم خیلی کم گالستوک میبندم. یعنی ببینید شما آدم نباید در پیش کشورهای دنیوی خودش رو دنیوی بتراشد، در کشورهای دینی بتراشد، در هر کجای رفت یک چهره دیگر. آدم باید یک سیاست رو انتخاب کرد، در همه جا بگید مردم من یک مسلمان سنی حنفی هستم، یک تاجیک هستم، دینم این است، نظر دینی هم این است، نظر سیاسی هم این است، مناسبتم با ریش و گالستوک در همه جای خیل است و مردم اگر مرا قبول کرده میخواد قبول کند، اگر نکرد کار شخصی خودش است. و یگان خیر ریاکاری و پنهانکاری رو ببینید فشار بالای من است، اون قدر فشار بالای من است که چرا ریش نمیمونی. هر کسی دیگر میموند لکه ریش مونده بود. حالا استاد همینجا یک واقعه یادم آمد. شما ولایت سوخت سفری کاری داشتید، در یک بخوری با آموزگاران بود به فکرم. یک دیرکتوری مکتب برخیز به شما سوال داد که برای چی شما رئیسی حزب ریش ندارید و همه شاگردان و هم حزبایتان تا همین خیل ریشوی کلان مانده هستند. بعد شما گفته بودید که همون لنین و کارل مارکس و فریدریک انگلس رفته پرسیدن که برای چی خودشون ریش دارند و شاگرداشون و پیرواشون ریش ندارند. بعد من جواب میدادم گفته بودم بسیار عجیب اومده بود. یادم نیست، البته این خیلی سوالات زیاد میشد، من این یادم نیست. من یک بار میدونید قصداً ریش موندم که بود سالهای تحصیل در اکادمی دیپلماتی روسیه. یک دوسنت داشتیم بسیار ریش رو بد میدید، اصلا این مسلمان‌ها و کافکازا رو خیلی بد میدید. اوج جنگ روسیه و چچنیه بود. یک همکورسی ما از ابخازیا بود، اتفاقا مسلمان نبود، مسیحی بود، ابخازی. یک جوانی کافکازی زیبا، ریش زیبا داشت، ریش موند اومد. بسیار سخت گرفت از او که ریشت رو تراش وگرنه در امتحان راه نمیدیم. خب به هر صورت اکادمی دیپلماتی او دلش بسیار بچه پرینسیپناک بود. بعد گفت چیکار کنیم، خودش تنها ریش دار بود. من امتحان اون معلم یک ماه بعد بود، درسان تمام شده بود. من گفتم چند نفر رو دعوت کردیم، گفتیم که بیاید همه ما ریش میمونیم به خاطر همدلی و کمک به همین همکورسمون و به همون امتحانی همون آدم با ریش میایم، اگر پیش کرد همه رو پیش کنیم. بعد ریش موندیم هممون، منم ریش موندم و به همون امتحان رفتیم با ریش. خودش هم فهمید که چی اشتباه کرد، چون نمیتونست همه گروه رو اکثریت رو از امتحان پیش کنه. یعنی اون وقت من از روی پرینسیپ ریش موندم. دیگر چند باری که ریش موندم، مثلا در وقت تعطیل ماه رمضان در تاجیکستان گاگو ریش میموندم و حالا هم گاگو دیر میتراشم. اما نه، من فکر میکنم که ببینید ریش سنت است. من به این اعتقاد دارم، احترام دارم و خیلی دلم میخواهد که حتما میمونم و دلم میخواهد که زودتر مونم. اما ببینید بعضا میشود که حالا وقتی یک راه رو هدف رو من انتخاب کردم، خدمت به دینم، خدمت به ملتم، به کشورم، به این هدف، حالا آدم باید در بعضی جاها وقتی که اولویت ها رو شما تعیین میکنید برای خودتون، یک چیز است که با فرایض است، واجب هست، سنت است، مستحب است، مباح است و بعدا میرود. وقتی که اولویت بندی میکنیم ما نمیتونیم برای اجرای یک انجامی که فرایض را بهتر، یعنی مبارزه فرض است، واجب است، نتیجه گیری فرض و واجب است، در یک جایی که من میدونم که خب باید خودم بیایم بگم که پروردگار مرا ببخشد، حضرت پیامبر ببخشد که ما از سنتش را احترام داریم، دوست داریم، اما در این مرحله فکر میکنیم که برای خدمتی بهتر و خوبتر، حالا یک قسم از مسلمانان اگر این کارو کردن اشکال نداره. البته هستن بسیار برادران بزرگوار که میگن آیا میشه یک مسئولیت کلان را بدون رعایت سنت خوب انجام داد؟
بعضی‌ها بر این باورن که نمیشه. خب بعضی دیگرها باورن که نه میشود و باید هم در بعضی مرحله ها. خب من یگان استاد دانشگاه دینی نیستم، یگان امام مسجد نیستم، من یک رئیس حزب سیاسی ام، ولی حزب دینی است، ولی من یک سیاستمدارم، رئیس حزب سیاسی هستم، استاد دانشگاه بودم، سیاستمدار، با دیپلمات‌ها صحبت میکنم و حالا من نمیدونم اگر ریش موندم چقدر کمک میکند. در همین شب و روز بیریشی هم زیاد کمک نمیکند، مطمئن باشید. یعنی دیگر در جهان را شما با گالستوک و بیریشی اصلا به هیچ که تاثیر ندارد، یا ریشم با کسی رو دیگر نمیترسان نه چیزی دیگر. ولی خب انشالله که روز ساعت شما دیگر باز اگر زنده باشیم میبینیم انشالله. خوب استاد، یک سوال دیگر از واتساپ. همگی یک نفر در استودیو پیدا شدند و یک سوال از واتساپ اومدگی است. کسانی که با واتساپ زنگ زده شدند خواهش میکنم دیگر زنگ نزنید. انشالله سوال آخر است شوکت جانه. دو سوال هست، دو سوال باقی ماندگی است استاد. یک سوال از استودیو هست، عبدالرحمن گفته که آدم پیدا شده است. یک سوال دیگر از واتساپ اومده است. از واتساپ همین خیال زمانی وکیلیتون، وکیلی پارلمان بودنتون، معاش وکیلیتون چقدر بود؟ آیا وکیلان از وظیفهشون سوء استفاده میکنن در تاجیکستان؟ برادر عزیز، من عذر میخواهم، افسوس که در یادم نمونده است معاش وکیلیم چقدر بود. گفته نمیتونم چقدر بود چون واقعا فراموش کردم، اما معاش بد نبود. چرا یادم نیست؟ برای آنکه من یگان مراتبا معاش وکیلیم رو نگرفتم و خدا را شکر میکنم که نگرفتم. یگان روز ماشین دولت رو سوار نشدم، فقط بنزین پارلمان رو گاگا استفاده میکردم، این را باید اعتراف کنم. ولی ماشینش رو، پروازها رو و معاش رو نگرفتم. معاشایی که در من جمع شد من تقسیم میکردم بین کارگرانی پارلمان، فراشا، راننده هایی که در اونجا کار میکردن معاش کم داشتن، یا بعضی کار افتادگانی که می آمدن با کمک میخواستن، من با اونها تقسیم میکردم. و حتی یک مرتبه یادم هست که معاشم جمع شده بود در همون بوغالتریا، یک بار 172 کارمندی غیر وکیل داشت پارلمان و همه‌اش یک معاش علاوه‌ای تقسیم کردم. وکیل 172 کس و 63 وکیل یعنی خدمت میکنن. حالا همین قدر پرسیدم که چند نفرن، گفتن که 172 نفر، فراش ها، دربان ها، راننده ها، بوغالتر، کارمندان اداره و امنا. بعد رئیس دستگاه رسولوف بود، خدا کند عمرش دراز باشد، اون دیگه چه خبر ندارم. پرسیدمش، گفت که برای آنکه به همه یک معاش برسد باز 10,000 سومونی یا 15,000 سومونی دیگر نمیرسد، یعنی در پولی در حساب داشته نمیرسد. باز از جیب خودم دادم و یک برابر یک معاش به همه در کدام عید بود، نمیدونم عید استقلال بود، عید رمضان بود، عید قربان بود، که به همه کارگرانی غیر وکیل یک معاش دیگر دادم و همین خیال میدادم، یعنی بیادم نیست. ولی سوء استفاده میشود یا نه؟ من فکر میکنم که در تمام دنیا پارلمان وکیلان از حساب بودجت ماشین میگیرن، خانه میگیرن، معاش میگیرن و این حق را دارن. اما پارلمان تاجیکستان این حق را ندارد، برای آنکه پارلمان مردمی نیست، غیر قانونی انتخاب شدن، بر منفیت مردم قانون قبول نمیکنن، فقط به منفیت حکومتداران و یک عائله قانون قبول میکنن. در همون زمان وکیلی منم همین کار بود و من فکر میکنم که اونها حق معنوی استفاده از این امتیازها را ندارن و باید محروم کرده شوند، مگر اینکه از طرف مردم وقت انتخابات آزاد و شفاف میشود انتخاب شوند و برای مردم خدمت کنند. اون وقت میتوان گفت که برای اونها این معاش شده شد. اما عذر برادر که معاشم فراموش شده است، نمیدونم، اگر میگرفتم صرف میکردم شاید یادم میموند.
سلامت باشید. یک وکیل چی دارد؟ مثلا برای یک وکیل چی داده میشه بجز معاش؟ ماشین، خب غیر از اتاق کاری و کابینت و اینا، ماشینی خدمتی برای کسانی که از دوشنبه میآیند، از بیرون از دوشنبه خانه منزل زیستی موقتی که بعضی ها بعد با اجازت رحمان شخصی کرده میگرفتن و سفرهای داخلی و خارجیشون به پول است. اگر سفرهای کاری باشد از سوی بودجه می شود. هواپیما مثلا در داخلی تاجیکستان یا اینکه به یگان کماندیروفک خارجی روند به پول است و همین چیزا است دیگر. من باز تکرار میکنم خدا را شکر یگان سفری خارجی از حساب بودجه دولت نداشتم. از هم زیاد سفر میکردم ولی یگان سفر نداشتم و یگان روزا ماشین دولتی رو استفاده نکردم. ماشین دولتی با راننده‌اش؟ بله با راننده‌اش. هم خودش معاش میگیرد هم راننده‌اش برای وکیل. تشکر زیاد استاد. عبدالرحمن بفرمایید، آخرین نفری که امروز سوال میتین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. اصلا من از یگان سوال زیادی ندارم برای که از اول استادم میشناسم، بسیار حرمت میکنم. الله مهربان عمر دراز و در کارشون موفقیت آرزومندیم. انا بسیار حرمت دارم نسبت استاد. انا روزایی که بعد که وقتی از تاجیکستان برآمدید بسیار ما مقصد تماشا میکردیم، نوارهایی که شما را تحقیر میکردن بسیار عصبانی هم میشدیم، بسیار راستی گپ زیق هم میشدیم. دیگر فقط دعا میکردیم در حقتون که خداوند با مرتبه برسونه که مردم بعضی دشمنای شما چشم دیدن که ندارن ایره، خداوند هم مرتبه برسونتونه. انا الله مهربان حفظتون کنه استاد. هر کسی که تحقیر میکنه هم خیلی ورسو میگن سبق الله کروان ایدیات، شما هیچ را اهمیت ندین برای که این تحقیرو ای دور صحابه بگیریم، ای دور پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیریم، وقتی روی حق دکی باشید همه وقت تحقیر میشود، همه وقت سنگزنی میشود. و راست دیگه استاد من خودم امی کودکیم دیگه در مدرسه خونده و امتری تربیه الحمدلله دین داریم. انا این مسئله ریش وقتی سوال میتن بعضن سال پیش ما خودم همون وقت در تاجیکستان بودیم، در فکرم بسیار میستاد که استاد برای چی نمیموناریش. انا من میفهمم که از فهمیدگی من هم که مثال وقتی شما بسیار سفرها میکنه بسیار در دیگر جا میگردید، انا بعضا مقصد دیپلمات‌های خارجه و مثال نماینده رهبرای کلان‌های دیگر خارجه در او فکر نباشن که مثال بعضا میشه که مثال میبینن باریش مثال باریش بالان چی فکر نکنن که تاجیکستان هم میگیرن با هم خیلی اسلامی رنگ افغانستان هم خیلی میکنن، بسیار محدودیت‌ها جاری میشه. مقصد هیچ مردم به نظر نمیگیرن، مثال بسیار نمیفهمن. ما باور دارم که وقتی شما مثال رهبریت اومده در تاجیکستان رهبریت کردین، مثال او حالاتو دیگر میشه. او حالاتو ما باور دارم که شما با مثال استناتورا با پراتر عمل میکنین. انا هر کسی که استاد مثال سوالای بجو میکنه، هر نفری که استاد سوالای زیادی میتین، اگر مقصد وقت داشته باشین امی یک ورق زنین ویدیوها نوارای پیش استاد در همه سوالای شما جواب دادگین. بعضا همین سوال میتین باور کنید 10 بار و 20 بار امی استاد جواب میتین. خیلی این قسم انسان و خیلی قسم یک گفتی گپو اعصابشون مونده میشه یا خسته میشه اون سوالای بسیار شما. بسیار استاد راستی گپ در تاجیکستان آرزو داشتم من پیش شما را ببینم، دست شما را بگیرم، سلام کنم با شما. بسیار میخواستم مثال انا صحبت کنم خد شما. خیلی در ای پیش نبوده با اینا در نوار ان شاء الله که صحبت کردیم. یک نام اصلی ما دیگر نکته دیگر نوشتیم برآمد کردیم. به هر حال ما راستی گپ در نوحه رودکی با دنیا آمدیم، نه که در پنجکن یک مدت زندگی کردیم. انا در اونجا ما وقتی 13-14 ساله بودم، بعد نماز جمعه ما را دعوت کردن در یک سوال جواب دینی بود. ما راستیگه بسیار مسئله دین نمیفهمیدیم. در همونجا ما را گفتن اگر شناسنامه داشته باشه بیارید در حزب نصر اسلام چی میکنیم. بسیار آرزو داشتیم که تیزتر شناسنامه بگیریم در حزب خدمت همراه کنم. حالا همون خیلی ولی سوال جواب شما بهره برده بودم، از سوال جوابی که در همونجا شده بود خرد بودیم کودک بودیم مسئله دینی نمیدونستیم. باقی دیگر الله حفظتون کنه استاد. خیلی در نصیب خودم حقوق شناس استاد کار کردیم کم و بیش در تاجیکستان با مثل شما باری دیگر دیدیم نشید. با مهاجرت سفر کردیم، با در مهاجرت
مقصد در مهاجرت کار میکنیم بسیار مشکل است. در مهاجرت راستیگه بسیار مشکل است. هر کسی قانون را نمیداند، هر کسی زبان این را نمیداند، بسیار مشکل است. بسیار در عذابند مردم. سلامت باشید برادر عزیز. خداوند مشکلاتون آسان کند و هر چه زودتر به وطن برگردید. من چند نکته دارم در صحبت این برادر. ببینید من شخصا خودم هیچ شک در صمیمی بودن یعنی همین صحبتی برادر ندارم، چون معلوم است یک انسان وقتی صمیمانه صحبت میکند از صداش، از لحنش، از گپاش معلوم شود که واقعا انسانی صمیمی است. اما یک مسئله از برادران عزیز، همین تاجیکستان ما هم خیلی است که همین رحمان بعد از اون خودش پیشوا اعلان کرد و یک ارتش بزرگی از چاپلوسان و مداحان در خدمتش قرار گرفتن و از یک انسانی معمولی، خب درست که رهبری دولت، پرزیدنت، یعنی یک انسان وقتی که حتی در یک کشور شرقی هم در یک کشور غربی هم به یک جا برسد، یک مقام بلند، صاحب احترام میشود. اما بالاخره در یک کشور قشاق هم باشد، پرزیدنت هست، باید احترام داشته باشد. من این را قبول دارم. اما با این دستگاه تبلیغاتی از او یک ابر انسان ساختن، یک انسانی بالاتر از انسانیت، فقط همون که دیگه شر میکند، وگرنه خودش بالاتر از پیامبرا و حتی خدا هم شاید اعلان کند و احترام رو، صمیمیت رو در تاجیکستان نابود کردن. وقتی که یک نفر نمیخواد صمیمانه هم حتی نسبت من اظهار محبت کند و میدونم صمیمی هست، خجالت میشم، راست بگم. برای چی؟ برای آنکه خجالت از آن میشم که مبادا یک کسی که گوش میکند، یک کسی میشنود، بخصوص بدخواهان ما، رقیبان ما که خودتان میدانید کم نیستن، منتظر همین گونه فرصت هستند که یک برادر مثل شما صمیمانه بیاد اظهار محبت کند. اینا چون ملت از شخص پرستی رحمان خسته شده است، زده شده است، میگن که ببینید ما از رحمان خلاص نشده، باز در اپوزیسیا از کبیری چی میسازن؟ یعنی یک آدمی نمیدونم با یک پیشوای دیگر مقدس و با همون شخص پرستی. و البته حتی اگر میدونن که همین مردم واقعا به خاطر مبارزه میگن، اگر مرا دوست میدارن به خاطر مبارزه، اگر مرا احترام میکنن به خاطر مسئولیت و مبارزه، نه به خاطر اون که از دیگران بهتریم و فرق میکنیم. اما بازم چون مردم خسته شدن از اون و اون صمیمیت و محبت نسبت یک شخص رو از بین برد، بنابر همین من با وجود همه احترام و قبول این صمیمیت شما، من از همه برادران خواهش میکنم، برادران و خواهران، وقتی که با من صحبت میکنید، درباره من صحبت میکنید، در حضورم، در غایبم، خواهش میکنم، التجا میکنم خیلی رعایت کنید که یعنی واقعا ما دیگه این شخص پرستی رو یکم از بین ببریم. اگرچه شما هدفتون شخص پرستی نیست، دیگران میتوانند ما رو، اپوزیسیا رو متهم به شخص پرستی کنند. البته به اون طرفی به گفت نه افراط کنیم نه تفرید. بعضی برادران ما یا این طرفی دیوار میافتن یا اون طرفی دیوار، و بعضی برادران حتی برای آن که نگویند که این چاپلوس کبیری است و این خوشامدگو نیست، در یک جایی که اصلا هیچ ضرورت ندارد میان حتی کار را به احترامی میرسانند، فقط به خاطر چی؟ به خاطر آن که مثلا دیگران بگن که ببینید این اونقدر با غیرت و جسور است که حتی در حضور عام هم نسبت رهبریتش نسبت دیگران همین خیلی تند و با استفاده الفاظ خیلی درست صحبت میکنند. من میگم نه این باشد نه اون باشد، و چون که ما دیگر کسی را اثبات کرده نمیتونیم که در ما، اونه که نخواهد در ما آزادی را بیند، در ما بیند که هر کس میتواند تنقید کند، حق دارد تنقید کند، با این ساختکاری نمیشود. با ساختکاری نمیشود احترامی ما را زیاد کرد، با ساختکاری نمیشود احترامی ما را کم کرد. خیلی باید طبیعی بود. من صحبت های این برادر رو خیلی طبیعی قبول کردم واقعا، اما این به خاطر آن بود که در آینده خیلی هم حداقل در حضور مردم این کار رو نکنیم، برای آنکه رقیبان و دشمنان خیلی سوء استفاده میکنن. من یک چیزی رو اینجا برادر گفت، خودم هم این صحبت های کردیم،
شوکت جان امینم بگم ولی یک کمتر خود تعریف کنیم شاید از طرف من شد درباره آن که گفتم مردم به مردم کمک میکردم و حتی معاش نمیگرفتم این چیزا، چون واقعا نیاز نداشتم و چیکار بگیرم، همون اگر که میگرفتم هم باز به مردم به یک شکل میدادمش. اما ببینید وقتی آخر من به این نتیجه رسیدم که نه تنها من، بسیاری از برادران در حزب نهضت، بسیاری از کسان دیگر واقعا در داخل تاجیکستان خدمت‌های زیاد کردن، اما ما از شرم زیاد، از همون خاکساری زیاد نه خودمون گپ میزنیم نه دیگران گپ میزنن. امام علی رحمان با تمام کمندش از بودجه دولت پول میداد. مثلا همین پولی که رحمان با دیگران هدیه میکند از پول دولت است، از کیسه شخصیش نیست. یا پسرش رئیس شهر دوشنبه است، از پول بودجه شهر میتید، میگن هدیه رستم امام علی با نمیدونم مهنتکشان یا با راهروبان، و از پول دولت، از پول خود مردم با کیسه خود مردم میرود. اینا تعریف میکنن. اما وقتی که مردم دیگر ما و شما میان از پول خودمون، از دهان زن و بچه‌مون میکنیم به یک کسی دیگر میتیم، اگر که دربارش گفتیم خودمون شرم میکنیم که خود تعریف کنی است. و گفت شاعر تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد، هر بیشه گمان مبر که خالیست شاید که پلنگ خفته باشد. گاه آدم باید گپ زنه در این باره. مثلا این برادر از من یک سوال داد که خدا در تاجیکستان بودی چیکار کردی؟ راستش اگم اعتراف کنم من شاخ شدم موندم، خیلی در یادم هیچی نموند که در تاجیکستان چیکار کرده باشم. من فکر کردم همین 10 بار جواب دادم با فراموش میکنم که چیکار کردم در تاجیکستان. چرا؟ برای اینکه هیچ وقت در فکر من نبود که من بیام اینا نامنویس کنم بعد ثبت کنم یک کس مینت کنم. از من سوال میاد با فکر فرو میرم که من در تاجیکستان چیکار کردم، بعد اینجا این کار کردم، مکتب ساختیم، فلان کردیم، مسجد ساختیم، دانشجو. یک سوال در وقت سوال با یادم آمد که آخه من 5-10 سال معاشم رو به مردم دادم. یعنی شما تصور کنید که بالاترین معاش در تاجیکستان معاش وکیل است. مثلا همون وقت $1000 بود، یعنی از 1000 کم نبود، یعنی یادم است که از $1000 کم نبود. خب هر ماه $1000 من در دوام 10 سال به مردم عادی کمک کردم، دادم. خب اون آدمی که رحمانش پول نداده است، پسر رحمان بهش کس از کسش پول نمیتید، خودش نمیتید، همیشه از من وقتی سوال میکنه در تاجیکستان چیکار کردی، من باید چرا شرم کنم از کاری کردم نگویم. خب وقتی دیگران نمیگن مجبور میشد آدم خودش بعد گوید که نه برادران ما وقتی پول داشتیم کردیم، انشالله باز که برگشتیم اگر همون داراییمون برگشت، ما از دارایی اون کس در کار نیست، همون باز انشالله باز همون کار رو خواهیم کرد برای ملت. گاه لازم بود است برای تذکر دادن، برای گفتن، چون که ما همیشه دیگران رو میبینیم و تعریف میکنیم، یک بار فکر نمیکنیم. من برایم گفتم برادر شوکت جان این مسئولیت ما و شما است که قهرمانی و بزرگی برادران زندانی رو، بزرگمهر رو، زید رو، محمد علی رو، سید عمر رو، سیف الله رو، عبدالقهار رو، همه اون برادران رو ما باید داستان کنیم. ما چرا میریم سراغ 1000 سال پیش و چند صد سال پیش از عمق تاریخ؟ باور کنید همون اگر خونید اونا اونقدر زحمتی نکشیدن که برادران ما کشیده ایستادن، اونقدر بعضش با یک شپاتی زدن، صبر کرد. ما دربارش داستان از عمق تاریخ پیدا میکنیم، اما این برادران در پیش چشم ما قهرمانان زنده‌اند، درباره اینا گپ نمیزنیم. برای چی؟ برای که اینا زنده‌اند. ما ملت مرده پرست هستیم، ما ملت تاریخ پرست هستیم، ما با زنده ها کار نداریم. بنابر همین وقتی اون رسیده است که یک کمتر در این مسئله هم تجدید نظر شد. واقعا همیتر استاد همینجا یک نفر با نام غرم یک صحبت کرده بودم و فکرم یا این کس نفر دیگر باشن، خیلی شد پایده ایستادن. همین کسی ناامید نکنیم خوب بشنویم چی میگفته باشن، همین نفر باشن یا کسی دیگر. غرم گپ زنید. خب این بگاه تصمیم گرفتن که استاد کمتر اذیت کنیم، به خاطر اون که چند وقت نمی برای با مردم صحبت نمیکنه، برای اول قصد گرفتن که
استاد با سوالهای تکراری خود اذیت کنه. خب استاد مهربان، خیلی اینا ما همچون مخالف و مبارز نمیدونستیم از فعالیت حیات شما. فکر میکردیم که مثال تو همین وقت فکر میکردیم که شما همین بایگری رو بعد به منصب رسیدن دپوتاتی و مثال نهضت اسلام خب راهبر شدن همین دارایی رو بعد به دست آورده. اکثریت مردم مخالف همین فکر میکنه تا حاضر. این گپا رو من هم میشنوم همین شب و روز. حاضر پرزرش نشود به حد خوب شد. شخصا برای من خیلی شفافیت پیدا شد که استاد کی بوده است، چی عملها داشته است. ما حال آن که ما مخالفان نمیدونیم، مردم از کجا میدونه؟ خب همین بسیارتر درباره همین خودتان باید که کمتر شما پرزرش باشه که مردم شما را بدانند که شما کی هستی. به همین خودت التماس در یگان جا باز از من پشتیبانی نکنی که همین برادران مخالف تو را چاپلوسی کبیری نام میکنن. من هم میگم بر وقت گفته کنم. همین قدر برادران ترس دادن که بسیاری از برادرانی که در پارلمان هستن دیگه جرأت نمیکنن در یک جا بگن که نه برادران، همین آدم بایگریش قبل از دپوتاتی و قبل از رئیس حزب شدن بود، همین آدم فلان جا خواند، فلان جا کار کرد، یعنی همه چی شفاف است. جرأت نمیکنن. مثلا بسیار از یک سوال داد درباره تقسیم گرانت ها، نمیدونم خودت بود یا کسی دیگه؟ من خودم. بله باور کنید همین خیال همین اپوزیسیون خودش کرده ایستاده است. همین خیال میگن بعضی اگر بیان میگن که نه همین خیال نیست، میگن خیر خودت هم چاپلوس کبیری شده ای، از چاپلوسای رحمان خلاص شدیم و چاپلوسای کبیری زدیم. برای که همین سوالا وجود دارن، حقیقت رو پنهان کنید. بله همین سوال ها وجود دارند به میان آمدن که برای همین خواستیم که همین کارات پرزرش نشان که مردم تو بفهمند، حتی مخالفان. گذشته از این استاد محترم وقتی که در همین شب روز دیگه هم میکنیم جناب امام علی رحمان در همه سمت ها، در سمت های دیپلماتی، در همه سمت ها عقب نشینی داره، مثال با شکست مواجه شده است. خب مثال در مقابل طالبان در آینده در برابر طالبان وقتی که شکست خورد آنها را به رسمیت قبول کرد، فکر نمیکنید که باز همین آبصاف کنک های همین حکومتی باز این را یک برد دیپلماتی عنوان میدهند؟ من در این شک ندارم و علاکه سر کردن و علاکه توجیه کرده ایستادن و این را یک ضرورت میدونن. وقتی که امام علی رحمان علیه طالبان پرچم بالا کرد، صدای اینها از همین رو بر نفع ملت و دولت میدونن. باز وقتی که امام علی رحمان تغییر موقع کرد، این رو به نفع دولت میدونن. فردا اگر امام علی رحمان از نیویورک در هستوزر برگردد و باز مثلا بالفرض باز علیه طالبان صحبت کند، برای این گروه تبلیغات و چاپلوساش باز اینم یک برد دیپلماتی دیگر است. این طبیعتی اون است. اما ببینید دوستان عزیز، من فکر میکنم که حالا همین سیاست های اخیرش نشان داد که واقعا امام علی رحمان همچون پرزیدنت در یک بحران عمیق استراتژی گرفتار شده است و فقط باید او از افغانستان، از وضعیت افغانستان تا آخر حیاتش منتدار باشد، شکرگزار باشد که اگر وضعیت افغانستان نمی بود و طالبان نمی بودن، باور کن امام علی رحمان در یگان گوشه دنیا خریدار نداشت. و همین وضعیت افغانستان، همچون کشوری ترانزیتی بودن تاجیکستان، هم مرز بودن با افغانستان، بعد همون بدبینی و نفرتی که جامعه جهانی نسبت حکومت حاضر افغانستان دارد و رحمان در اول آمد یک موقع بسیار سخت گرفت، خیلی از تاجیکان این طرف اون طرفی مرز و جامعه جهانی فریبش خوردن. اینا هستن که امام علی رحمان رو در صحنه سیاسی یک کمی نگه می‌دارد و ضرورت به او هست و خوب از این مصیبت مردم افغانستان سوء استفاده میکنه. همچنانه که از شعارهای کلان پردبدبه استفاده میکنه. مثلا ببینید که امام علی رحمان هیچگاه یک هدف کنکریتی مشخص برای خود معین نمیکند. مثلا برای چی نمیاد بگید که
3 ساله یا 5 ساله تمامشوی ببرقی در تاجیکستان. مثلا استحصال برق در تاجیکستان بیشتر از نیاز داخلی کشور هست. ما یک چیز بین 19-20 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال نیاز داریم، ولی بیشتر از 22 میلیارد کیلووات ساعت در سال تولید برق داریم. یعنی اگر باز این امکانات های نو وارد شده ایستاده است، امکانات های تولید برق از این شاید بیشتر شده باشه. خب چرا امامالله رحمان نمیاد بگد که مثلا سال 2025 سالی تمامشوی لیمیت در تاجیکستان اعلان کنند، اما میاد 10 ساله در دیروز از سخنرانیش 10 ساله صلح پایدار در جهان. یعنی چی؟ کسی که خودش صلح رو پایمال کرده است، سازشنامه رو پایمال کرد، طرف دیگری صلح رو زندانی کرد و کشت و بیرون کرد، میاد یک شعار عمومی جهانی میپرتاید 10 ساله صلح پایدار. چون این شعار، این 10 ساله صلح پایدار، نه کسی از او طلب میکند، نه کسی از او پول، نه یک چیز کانکریتی است. 10 ساله آبی تازه اعلان کرده بود، یک کس از او طلب نکرد که در همین 10 ساله آبی تازه حداقل دنگره رو با آبی تازه تامین کردی یا نکردی. چرا نمیاد مثلا اعلان کند که 3 ساله تامین آبی تازه برای تاجیکستان؟ چون این جوابگری دارد، مسئولیت دارد. این مردم بعد 3 سال طلب میکنن که 3 ساله وعده کردی چی شد؟ 5 ساله وعده کردی چی شد؟ یا هم یک جمله که در حالت مستی بود، هشاری بود، گفت که بعد 2 سال لیمیت برق افسانه میشود. یعنی 10 سال پیش گفته بود لیمیت برق نه، خودی برق افسانه شد. دیگر مردم برق در افسانه میشنوند، افسانه زمان شوروی. ولی بعد اون دیگر یگان برنامه کانکریتی برای مردم تاجیک اعلان نمیکنند. نه 10 ساله آبی تازه برای هر خاندان تاجیک، نه 10 ساله نمیدونم تمامشوی لیمیت برق برای هر خاندان تاجیک. میاد 10 ساله آبی تازه برای جهان، 10 ساله صلح پایدار برای جهان. شاید که مثلا این 10 ساله تمام شد، باید بگه 10 ساله نمیدونم صلح استوار با صلح پایدار تمام شود، صلح استوار، بعد اون صلح دوامناک. یعنی از یک شعار به شعار دیگر گذاشتن معنی را دارد که از لحاظ استراتژی، از لحاظ برنامه دیگر حرفی دقیق برای ملت تاجیک ندارد. و من فکر میکنم این رو ملت تاجیک باید خودش فکر کند. حالا که ما گفته ایستادیم، ولی خود ملت باید فکر کند که در سازمان ملل رفتن درباره 10 ساله صلح پایدار گپ زدن، درباره یعنی چند موضوع دائمی: افراطگرایی، مبارزه با تروریسم، وضع افغانستان، صلح پایدار، پیریخ‌ها. دیگر هیچ. اینه که مهاجر کی تمام میشود، کی همه با آب تامین میشوند، کی همه با برق تامین میشود. تمام دنیا این مسئله را حل کرد. یعنی داشتن اینترنت ارزان و پرسرعت، داشتن برق در هر خاندان، داشتن آب تازه استاندارد جهانی در هر خاندان و داشتن نقلیات از پیش خانه‌اش در شاگو دیستانس، یعنی نه بیشتر از 500 متر ایستگاه اتوبوس در نزد هر یک برای هر شهروند. این استاندارد مینیمالی در سطح جهان است. یعنی دولتی که این چیزها را ندارد، او دولت اجتماعی نیست، اصلا او دولت نیست. در تاجیکستان یگان تعیین وجود ندارد. اصلا ما بلندترین پرچم دنیا، بلندترین چایخانه، کلانترین نمیدونم کتابخانه. خب شما عادیترین چیزی که برای یک انسان لازم است باید در خیمه‌ش هم در بیابان این چیز را داشته باشد. ولی در تاجیکستان این چیز وجود ندارد. نه آبی گرم، نه آبی سرد، نه آبی تازه، نه نقلیات درست، نه برق، نه در چی دولت هستیم؟ رحمان در سازمان ملل از این گپ نمیزند. برای چی؟ شرم میکند. برای همه این برنامه ها از سازمان ملل پول گرفتگی است. تاجیکستان جزو 6 کشور پیلوت پروژه سازمان ملل بود. یعنی تصور کنید که سازمان ملل 6 کشور قشاق‌ترین دنیا رو انتخاب کرد، یکیش تاجیکستان، برای برداشتن استاندارد زندگی به اینا بعد امضا کردن صلح با تاجیکستان پول داد. تاجیکستان چرا درباره آن نمیگه که من برق ندارم، جای کار ندارم، مهاجر اینقدر دارم، آبی صاف ندارم،
اینترنت ارزان و پرسرعت ندارم، اینا را اگر در سازمان ملل گوید، سازمان ملل میگه ما برای همه این به تو پول دادیم. کجا شد این پول؟ چون این پول ها را دزدید و خورد و نابود کرد. امروز مجبور است که درباره پیریخ، درباره صلح پایدار، درباره تروریسم، وضعیت افغانستان صحبت کنند. خب برای این رو فهمیدن یک ملت آگاه در کار و برای این رو فهمیدن ملت باید ما و شما خب هر روز هم نباشد، باید بیشتر گپ زنیم. تنها یک نفر، یک پیمان، یک نهضت نه، باید تمام ملت، تمام سیاستمداران، ژورنالیستان گپ زنن. خب خداوند نگهبان تماشاچی برادران، خیلی طولانی صحبت کردیم امروز، ولی امیدوارم که برای ملت، برای شما هم یک کمی هم باشد منفعت داشت. انشاءالله باز در خدمت هستیم برادر شافعی جان. سلامت باشید، زنده باشید استاد. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه ما شرکت کردید و هم بدون خستگی طول زیاده از 3 ساعت به سوال‌های ما جواب گفتید. به شما تشکر عرض میکنم و امیدوارم که همین خیلی مثل همین روزه زود با میخوریم و زود به سوال‌های مردم جواب خواهید گفت. سلامت باشید. سلامت باشید. تماشاگران عزیز، با ما بودند محیدین کبیری، رهبری پیمان ملی تاجیکستان که طول زیاده از 3 ساعت با من شما سوال جواب کردند و اینجا چقدر سوال ها از واتساپ اومد، از واتساپ زنگ زدن، در این چت یوتیوب چندین سوال ها مطرح شد و حالا هم در همین استودیو 7 نفر پایده ایستادند. هرچند اعلان کردیم که دیگه سوال قبول نمیکنیم. کسانی که در استودیو هستید با عرض معذرت از یکی که شما استاد را با استاد خیر خوش کردیم و دیگر به سوال های شما اینجا کسی جواب میگفتگی نیست. باشد هم من هستم، ولی بیایید به یک روز دیگر مونیم. به یکی که شما تشکر عرض میکنم، اونهایی که در چت یوتیوب نظرهای خودشان رو نوشتند، به تمام مدیراتورها که طول این 3.5 ساعت بدون خستگی برای نظارت چت یوتیوب خدمت کردند تشکر عرض میکنم. به کسانی که تگمه لایک پخش کردند تشکر عرض میکنم. حالا هم از یکی که شما خودی حاضر تقریبا 1400 نفر ایستادند، خواهش میکنم همه یک تگمه لایک رو پخش کرده بعد خورید شوید. باز هم خوب میشد کسانی که ما رو میشنوید در زیر نوار در کامنتاری نظرهای خودتان رو نوشتید و مخالفین رو چگونه دیدن میخواهید، از مخالفین چه چشم دارید، چه ملاحظه دارید، چه تنقید دارید، برای مخالفین چه پیشنهاد دارید و خود من چه پیشنهاد دارید، برنامه های پیام تیوی رو چگونه دیدن میخواهید، چگونه برنامه ها رو میخواهید در پیام تیوی ببینید. همه این رو در زیر همان نواری امروزه یوتیوب یا دیگر نوارها بنویسید. ما حتما تفتیش میکنیم. حتما به رقم واتساپی ما نظرهایتان رو بنویسید، ملاحظات هایتان رو گسیل کنید. اگر از یگان حادثه یا رویدادش با خبر شدید یا شاهد یگان حادثه رویداد شدید، حتما از آن ویدیو کنید، نوار کنید، به رقم واتساپی ما گسیل کنید. حتما ما درستی آن را میسنجیم و برای مردم میرسونیم. دوستان عزیز، از یکی که شما خواهش میکنم که همینجا به همین کانالی یعنی تلگرامی ما لطفا آبونه شوید. کانال تلگرامی ما در با نام پیام تیوی وجود دارد و خیلی ما در کانال تلگرامی شخصا پادپیسچیک های کم داریم و میخوایم این رو بیشتر براه مونیم. حالا دوستانمون از کانال پیمان لایف نیست خواهش کردن که در اینجا به سمع شما رسونیم. کانال تلگرامی پیمان لایف هم خیلی فعال است و همه روزه از خبرهای مهمترین تاجیکستان و جهان خبر میدهد
به کانال تلگرامی پیمان لایف abone شدن رو فراموش نکنید. به کانال یوتیوبی پیمان لایف نیز همچنین و پیام تیوی همیشه با شماست. هر هفته 2 مرتبه حالا برنامه داریم، برنامه آنلاینی. روزی پنجشنبه نصیب باشد ما با یکی از دانشمندان علوم اسلامی دین سعید صحبت داریم. صحبت ها خیلی جالب خواهند شد و یکی شما را به برنامه دعوت میکنم و لطفاً تماشا کردن را فراموش نکنید. در یادتان داشته باشید با شما بودم شوکت محمد در برنامه گفتگو. انشاءالله من بعد هم همین طور در خدمتتان خواهیم بود. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.